و ملت تاجیک ما هم که از اخبار و از رسانه‌ها می‌بینیم با تمام امکانات، با اون شرایط دشواری که دارد، تلاش دارد که از این بحران خود را برهاند و پیشگیری کند این وبا را. در چنین شرایط فکر کردم که شاید تبریک کردن مردم یک کمی ناجا باشد و اون را بگذاریم به وقت دیگر. اما چون صحبت امروز ما را موضوع مجبور کرد که وارد صحبت شویم، با استفاده از این فرصت بار دیگر همگان را تبریک میگم و تلاش میکنیم که در یک مدت کوتاه اطراف این موضوع معین شده صحبتی با شما داشته باشیم. چرا من لازم دانستم که در این موضوع با مردم صحبتی داشته باشم؟ اصلا نظرم این هست، هنوزم به این اعتقاد هستم که در این موضوع باید بیشتر متخصصین ساحه گپ زنند، طبیبان، کسانی که به مسائل بهداشتی مشغولند و کسانی که مدیریت جامعه را در اختیار دارند و حل مشکلات از اونها وابسته است، اونها بیان گپ زنند، پیشنهادها کنند و ما شهروندان فرق ندارد در کجا زندگی میکنیم، در تاجیکستان یا در خارج، بیشتر هم به حرف متخصصان گوش بدهیم و دستورات و توصیات ایشان را هم اجرا کنیم. اما میبینیم که مسئله یک کمی از مرزهای اختصاصی خود بیرون رفت و متاسفانه ما بار دیگر اثبات کردیم که به حرف متخصصین درست گوش نمیدهیم، با خصوص سیاستمداران، با خصوص کسانی که مسئولیت ملت ها و دولت ها را دارند و خودمون تصمیم میگیریم به جای آنکه به حرف متخصصان، طبیبان، کارشناسان گوش بدهیم، خودمون تصمیم میگیریم و جامعه ها را، دولت ها را، ملت ها را در بحران ها گرفتار میکنیم که بعداً دیگر از دست متخصصین هم دشوار است حل اون مشکلاتی که سیاستمداران و مسئولین با وجود میارن. یکی از نشانه‌هاش همین بحران کرونا ویروس است که سراسر عالم را فرا گرفته است. اما سوال اساسی این است که چرا ما لازم دانستیم که امروز وارد این موضوع شویم و از نگاه ما چی باید کرد؟ پیش از همه، چون که پیشتر هم گفتم، علاقه مرز این موضوع از دایره تنگ اختصاصی خود بیرون رفته است، جهانی شد. بعدا ما دیده ایستادیم که در ما یک کمی فارغبالی هست، بخصوص در جامعه تاجیکستان و از رسانه‌ها و شبکه‌ها وقتی که مسائل را پیگیری میکنیم میبینیم که این مناسبت اون به این بحران، به این بیماری فراگیر نه همون طوری هست که میباید و یا مسئولین جدی نگرفتن حجم این بحران را، یا خودشون میدونن ولی به خاطر حل بعضی مشکلات خود یا دنبال کردن سیاست‌های خود همه حرف‌ها رو و همه مسائل‌ها رو به مردم نمیگن. اما ما که در اروپا الان قرار داریم و از زاویه این کشورها و از روزنه اروپایی یا جهانی مسئله ها را میبینیم و این نتیجه رسیدیم که مسئله هم از لحاظ حجم و هم از لحاظ تهدید و چالش‌هایش به مراتب وسیع‌تر و بزرگتر از آن است که بعضی از دوستان ما تصورش میکنن و بخصوص بعضی مسئولین ما در داخل کشور. شاید بعضی از هموطنان این حرفهای ما را و همه کسانی را که بانگ خطر میزنند یک گونه ایجاد هنگامه یا انداختن تهلکه با استفاده از این موضوع بدانند. راستی به همین خاطر من خودم چندان خواهش صحبت در این موضوع نداشتم و خیلی میخواستن که متخصصان بگویند و ما توصیات اونها را اجرا کنیم. اما وقتی میبینیم که نه، دیگر اگر امروز نگوییم شاید که فردا دیر شود، اگر امروز چاره اندیشیده نشود شاید مثل همین کشورهای اروپایی که در اول خیلی ها بی‌اعتنایی کردن، امروز شماره مبتلایان به ده ها هزار رسیده است و تبدیل به یک فاجعه دولتی و ملی شده است، بعد دیر می شود در کشور ما هم. دوستان عزیز، اگر با معلومات و آمارهای رسمی که از داخل کشور می رسد اگر تکیه کنیم، پس خدا را شکر تا امروز در تاجیکستان عزیز ما هنوز یگان نشانه از کرونا ویروس نیست. شاید تاجیکستان یگانه از کشورهای کم باشد که در جهان که هنوز این وبا رو در خود ندارد. من دعا میکنم و آرزو دارم که این حالت در تاجیکستان پیدا نشود، چون در
اروپا دیده ایستادیم که این چه مصیبت‌ها رو بالای سر مردم می‌آورد. اما بعضی آمار، بعضی اخبار دیگر هم در رسانه‌ها پهن می‌شود درباره وضعیت، جدا از آنچه که مقامات میگن. من شخصا نظرم این است و دعوت میکنم که همه شهروندان، همه متخصصان و خصوص کسانی که با رسانه‌ها و با اخبار سر و کار دارند، بیاین در همین شب روز اگرچه یک کمی شک هم داشته باشیم، باز هم آمار و معلومات رسمی که از مقامات رسمی تاجیکستان می آید اون را اصل و معیار اساسی قرار بدهیم، نه آوازها و اخباری که از سرچشمه‌های غیر رسمی می آیند و حتی از سرچشمه‌هایی که ما خودمون اعتماد به آنها داریم اما آنها می توانند دسترسی به واقعیت نداشته باشند. بنابراین من از همه متخصصین و کسانی که به این موضوع ربط دارن صحبت میکنن خواهش میکنم، جدا از اون که این طرفدار حکومت هستید، طرفدار اپوزیسیون هستید، جدا از اون که شما به حکومت اعتماد دارید یا ندارید و حکومت تاجیکستان هم بارها جامعه رو با دادن اخبار و فکت و رقم‌های دروغ در حالت سردرگمی گذاشته است و بی‌اعتمادی رو به وجود آورده است. اما این مسئله اون مسئله نیست که ما بیایم آن را از روی معیارهای حکومت و اپوزیسیون، خودی و بیگانه، اعتماد داشتن یا نداشتن بحث و بررسی کنیم. این مسئله فراتر از ملت ها است، فراتر از حکومت ها است، فراتر از بحث های سیاسی، اپوزیسیون، حکومت، جامعه شهروندی و مقامات دولتی است. بنابراین من دعوت میکنم از همه هموطنان که بیاید بیشتر بالای فکت و رقم های رسمی تکیه کنیم، همزمان به خودمون اجازت بدهیم و این حق را هم داشته باشیم که این آمار و فکت و رقم ها را با نگاه انتقادی، شک و تردید و تحلیل نگاه کنیم و سرچشمه های دیگر رو هم باید بسنجیم. چرا من دعوت میکنم که این موضوع رو، این مسئله رو ما باید از چارچوب بحث‌های اپوزیسیونی و حکومتی یا بحث‌های سیاسی بیرون براریم؟ زیرا حجم و عمق این بحران به حدی هست که دیگر نه حکومت‌ها به تنهایی میتوانند از پیشگیری آن برآیند و نه اپوزیسیون هم میتواند کاری را انجام بدهد، نه تنها در تاجیکستان، در تمام دنیا. گاها ما در بعضی کشورها میبینیم که حکومت‌ها یا اپوزیسیون از این مصیبت سوء استفاده کرده ایستادند و اون را تبدیل می‌دهند به یک موضوع تبلیغاتی خود و حکومت‌ها میان از اون سوء استفاده میکنن برای پاپولیسم و تبلیغ خود. برای مثال میخوانیم که فلان رئیس جمهور دستور داد که شهروندان کشورش از فلان جا آورده شود. یعنی ببینید که یک وظیفه جانی خودش را که برای این مبلغ میگیرد، برای این ماشین دارد، برای این ملت با او پول داده ایستادند، بعضی حکومت‌ها و رئیس جمهورها به خصوص آنهایی که تفکر یا تمایل دیکتاتوری و خودکامگی دارند در شبکه‌ها رسانه‌ها می‌خوانید که این را برای سوء استفاده، برای تشویق خود، برای تبلیغ خود کرده ایستادند. به خصوص این پدیده در کشورهای سابق شوروی بیشتر معمول است. من وقتی می‌خوانم درباره فعالیت یا دستورهای رئیس جمهورهای کشورهای سابق شوروی، اونها اون وظیفه جانی خودشون رو همچون یک خیرخواهی به ملت، همچون خدمت به ملت، جانسپاری و غمخواری نشان میدن، حالا اینکه وظیفه اولین درجه آنها است. برای همینم مردم آنها رو مسئول کرده است. در کشور اروپایی میبینیم که وضعیت برعکس است. مرکل یا ماکرون یا رئیس سروزیر بریتانیا و کشورهای دیگری غربی، حتی ترامپ هم طرز رفتار میکنن که اونها دارن مسئولیت خود رو انجام میدهند و حتی در پیش ملت ها و مردمشون احساس خجالت میکنن، خود را گناهکار میدونن که از این بیشتر خدمت کردن نمیتونن و هیچگاه هم بالای ملت های خود، مردم خود منت بار نمیکنن. اما چی کنیم که در منطقه های ما وضعیت همین گونه است و همزمان میبینیم که در بعضی کشورها اپوزیسیون هم دارد از این وضعیت استفاده میبرد. حتی من نگاه کردم به رسانه‌های بعضی کشورها در منطقه خودمون که در وطنشون این وبا آمده است، دارن حکومت‌ها رو تنقید میکنن و به یک نوع بسیار هم سخت و استفاده میبرن از این وضعیت تا اینکه مردم رو به سمت خود جلب کنند و بگن که ببینید این حکومت ناکاره هست، فساد زده است و نتوانست پیش روی این وبا را بگیرد و به شما کمک هم نمیکند. من بنابراین همین دعوت میکنم از همگان، چه از حکومتداران، چه از اپوزیسیون، از پیش از هم از
خودی ما در پیمان ملی تاجیکستان و همه کسانی که حرف ما را یک کمی هم باشد احترام میگذارند، بیاید در این شب و روز وقتی که ملت گرفتار این یک مبارزه بسیار نابرابر هست در مقابل این بحران جهانی، با این امکانات کممان حداقل همین موضوع را از بحث‌های سیاسی بیرون بکشیم و در موضوعهای دیگر، در مسائل دیگر ما میتونیم در همون قالب‌های قبلی خود رفتار کنیم. من چرا در اول صحبت گفتم که ما هنوز متاسفانه به حجم این بحران سرفهم نرفته ایم و رفتارهای ما نشان میدهد، به خصوص رفتارهای مسئولین ما که چندان هنوز درک نکردن. مسئله خودی تنها یک کرونا ویروس نیست. مبادا بعضی دوستان فکر نکنن که ما که متخصص نیستیم در ساحه طب، مثلا شاید معلوماتمون کافی نباشد بیایم در این موضوع صحبت کنیم و درست هم میگویند. بنابراین من درباره خود این کرونا ویروس چگونه آن را باید پیشگیری کرد و چیکار باید کرد هیچ توصیه نخواهم داشت. من هم مثل شما هستم، همون توصیه که سازمان جهانی بهداشت یا تندرستی کرده است، همون توصیه که حکومت ها میکنن، وزارت های تندرستی در هر کشور میکنن، من هم مثل دیگران تلاش میکنم رعایت کنم و دیگران هم دعوت میکنم که از توصیه ها و دستورات مقامات رسمی کشورها در این باره همه جانبه پیگیری کنند. اما چون مسئله جنبه ها و پهلوهای اقتصادی و سیاسی هم دارد، بخصوص در تاجیکستان ما، برای من که یک سیاستمدار هستم و امروز مسئولیت بخشی از جامعه تاجیکستان را دارم، برای من وظیفه هست، مسئولیت هم هست که بیام در این باره صحبت کنم، بخصوص در اون بخش سیاسی و اقتصادی مسئله که پس از این کرونا ویروس حتما گریبان جامعه ما را خواهد گرفت. من امید دارم و آرزو دارم که این ویروس در کشور ما پیدا نشود و حتی اگر مثل کشورهای دیگر هم خدای نکرده پیدا شد، من باور دارم، مطمئنم که هم حکومت، هم مسئولین و هم بخصوص طبیبان خیلی هم سرسپرده ما و مردم عزیزمان میتوانند در یک فرصت کوتاه، در یک مدت کوتاه آن را خنثی کنند. چرا؟ برای آنکه البته دیگر کشورها تجربه دارند، دیگر جامعه جهانی تجربه پیدا کرد و حتما این تجربه را در اختیار ملت‌ها و دولت‌های خواهند گذاشت که تازه دچار این مشکلی شدند. برای مثال چین، کره جنوبی، سینگاپور، تایوان، در اروپا هم، در ایران هم البته تجربه‌های در مسئله پیشگیری این ویروس پیدا شده است و حتما در تاجیکستان ما هم از آن استفاده خواهند شد. بنابراین همین من حالا صحبت من بیشتر سری آن است که بعد از آن که ما این مشکلی کرونا ویروس را چه در تاجیکستان و چه در سطح جهان پیشش را گرفتیم، چی حادثه خواهد پیش آمد و ما چیکار باید کنیم. چون که اعتقادی من این است و این اعتقادی تنها من نیست که در اساس تحلیل‌های شخصی هم باشد. من در همین دو سه هفته آخر، بخصوص این هفته آخر که دیگر یک مجبور بودیم مثل همگان در خانه کرانتین بشینیم، چون در اروپا دیگر حرکت زیاد توصیه نمیکنن، اگرچه ممنوع نیست ولی توصیه کردن که در خانه ها بشینه. ما هم برای اجرای این توصیه ها در خانه با فرزندان نشستیم و بیشتر مطالعه میکنیم در این موضوع و نظر بسیار تحلیلگران معروف جهان را مطالعه کردیم و بخصوص نظر تحلیلگران اروپایی که هر شب روز در شبکه‌ها، در رسانه‌های خودشون، بخصوص در تلویزیون‌ها، در ساعت‌های خیلی هم پرایم، اون ساعت‌های اساسی، با وزیران، با مسئولین میان بحث میکنن که خب کرونا ویروس رو نابود کردیم، پیروز شدیم، بعدش چی؟ بعد با این بحران اقتصادی و سیاسی که جهان رو فرا گرفت، الکی آغازش است و فرا میگیرد، چی باید کرد؟ ملت‌ها و دولت‌های مسئول با مردمش یک جایه الکی در فکری مرحله پسا ویروسی هستند. ما ملت‌های ضعیف بخصوص در تاجیکستان ما هنوز معین نکردیم که با این ویروس چگونه رفتار کنیم. یک روز میایم مسجدها رو میبندیم، یک روز دیگر آزاد میکنیم، یک روز چاره‌بینی ها رو منع میکنیم، یک روز دیگر با یک دبدبه و شکوه و شهامت چاره‌بینی های نوروزی برگزار میکنیم. این بیانگری آن است که ما هنوز حتی درباره مناسبتمون با همین ویروس تصمیم نگرفتیم، چه رسد درباره مرحله پسا ویروسی. اما ملت‌های پیشرفته، اونهایی که به حرف متخصصین گوش میدهند، حکومت‌هایی که در این گونه حالت‌ها
سروزیرش پرزیدنتش میآید حرف یک طبیبی متخصص را گوش میکند، نه اینکه طبیب را مجبور میکند مثل کشورهای ما دیکتاتوری که رئیس جمهور هم دکتر هست، هم اگرونوم هست، هم ورزشگر هست، هم میداند که قروتاب و شکراب چگونه باید تیار شود. به همه مشورت میدهد، به همه دستور میدهد و متخصصان باید که در اطاعت او باشند. بعد میبینیم که در این گونه مسائل از همه عقب افتادیم. در کشورهای پیشرفته رئیس جمهور، سروزیر، وزیر متخصصان رو گوش میدهد و اگر مبادا از حرف متخصص بیرون رفت، ملت گریبان او را میگیرد که برای چی این حرف متخصص رو گوش ندادیم. چون در کشور ما وضع این است، بعد ما مجبور میشیم بیایم وارد مسئله شویم و مسئله ها را دیگر نه همچون یک نیروی اپوزیسیونی بلکه همچون یک جزئی از جامعه، اگرچه دور هستیم از وطن ولی همه شب و روز با وطن هستیم، با مردم هستیم و اونم وطن ما هست، ملت ما هست، خویش و تبار ما در اونجا زندگی میکنن. بالاخره ما نیتی برگشتن داریم به وطن، ما نمیخوایم به یک وطنی برگردیم که در اونجا بحران پس بحران هست و بهترین راه و وسیله این است که از همین جا ایستاده تلاش کنیم که کمکی برسونیم، مشورت کنیم و راه حل پیدا شود. این است که ما امروز وارد این موضوع شدیم و میخواهیم درباره این موضوع صحبت کنیم و تا اون مقداری که میتوانیم کمک خود را برسونیم. من باز تکرار میکنم، خواهش میکنم از مقامات دولتی، هر کسی که درباره این کرونا ویروس صحبت میکند و یا درباره مرحله بعد از ویروس صحبت میکند، چه حکومتی است، چه اپوزیسیونی هست، چه جامعه شهروندی است، شما آنها را از روزنه یک نظر اپوزیسیا یا انتقادی دولت و حکومت بها ندهید. بیاید فکر کنیم که در این شب و روز هممون در یک کشتی نشستیم. اگر این کشتی سوراخ شد، خدای نکرده شکسته شد، همه غرق میشود. تاجیکستان ما، وطن ما امروز مانند همون یک کشتی است که خدا را شکر، 100 بار شکر که امروز هنوز یگان نشانه ای نیست. اما نبودن نشانه ویروس معنی ندارد که ما در بحران نیستیم. بحران آماده ایستاده است، بحران در راه است و من از روی تحلیل هایی که مرکزهای تحلیلی جهانی میگن، اوج این بحران نه اوج کرونا ویروس، اوج کرونا ویروس یا اون مرحله پیک و برخی تحلیل ها ممکن ماه می آغاز شود. ماه می دیگر اگر که خوب کار کنند مرحله عقب نشینی ویروس می شود، اما تا ماه می ما دست به گریبان با این ویروس خواهیم بود. اما اوج بحران پس از ویروس متخصصان میگویند که این در تابستان می آید و تا آخر سال ادامه خواهد داشت و کشورهایی که آمادگی بیشتر دارند، مبلغ بیشتر دارند و ریسورس های داخلیشان آماده این گونه حالت ها هست، ممکن در آخر سال 2020 و اول های سال 2021 برگردند به حالت قبل از ویروس. اما کشورهای ضعیف مثل تاجیکستان، کشورهایی که برنامه مشخصی ندارند و کشورهایی که وابسته از عاملهای خارجی هستند، اینها همیشه عقب خواهند ماند و ما منتظر میمانیم که کی وضعیت در سطح جهان بهتر شود، در روسیه، در کشورهای منطقه، در اروپا، در جهان، در چین، در امریکا، بعد ما شروع کنیم با اصلاح وضع در داخل خودمون. اما امروز ما امکان داریم که بعضی اقدام ها را از حالا بگذاریم و منتظر نشیم که اون روز بیاد بعد وارد مسئله شویم. چرا من میگم که این بحران حتما در راه هست و می آید؟ شما ببینید دوستان عزیز، تصور کنید که ما ویروس را برهم زدیم. الان الکی برای مبارزه با ویروس تریلیون ها دلار یا یورو خرج شد. فقط چین 1 تریلیون دلار الکی خرج کرد. ضرر شرکت های خیتایی و بعضی حساب ها فقط بخش هواپیماهاش و نقلیاتش بالای 10 میلیارد ضرر دید. در سطح جهانی ساحه اویاسیونی از روی تخمین‌های پیشکی 133 میلیارد دلار در سال 2020 ضرر خواهد دید. ده‌ها و شاید صدها شرکت‌های اویاسیونی به خاطر اینکه پاساژیر در ندارند اونها ورشکسته میشوند، بانکرات میشوند. همین گونه شرکت‌های دیگری نقلیاتی، شرکت‌های توریستی و ده‌ها صدها کارخانه‌هایی که فعالیت آنها وابسته به حرکت مردم و فعالیت روزمره مردم، اینها هم ورشکسته میشوند. برای برگرداندن وضعیت به حالت پیش از بحران
شاید که یک چیز نزدیکی 30 تا 40 تریلیون دلار خرج شود. یعنی این تحلیل های کارشناسا هست، این رقم هایی که میگیم از مرکزهای معتبر جهانی میگن. یعنی خود این شوکی که به بدنه اقتصاد جهانی وارد شد، پس لرزه هایش بعد 1 سال 2 سال هنوزم احساس میشه. لکن شما تصور کنید در حالتی که دیگر خود جهان در گرفتار بحران جهانی است و بخصوص در منطقه ما، جدا از بحران کرونا ویروس، نرخ نفت یک باره پایین رفت تا حد 20 دلار برای یک بشکه نفت پایین رفت و روسیه که قسم زیادی درآمدش، بودجهش، فعالیت اقتصادیش از نرخ نفت وابسته است، همچنین قزاقستان و کشورهای دیگر منطقه، اینها خودشون دچار یک بحران شده ایستادند. هم بحران کرونا ویروس تاثیر میرساند و هم بحران نرخ نفت در یک جایگی برای منطقه ما تاثیر میرساند و تاجیکستان ما از دو جهت ضرر میکند. اگر تمام جهان به خصوص اروپا و غرب از بحران کرونا ویروس ضرر کنند، از پایین رفتن این نرخ نفت اینا برد میکنند، چون اینا خرید کننده نفت هستند، وارد کننده نفت هستند از عربستان سعودی، از ایران، از روسیه، از جاهای دیگر. اینا نفت رو ارزان میخرند و از همین حساب میتوانند که این وضعیت بحرانی از کرونا ویروس رو تا حد جبران کنند. شما ببینید که این تا همین لحظه در دوام چند روز اخیر نفت فروش‌های روسیه حتی یک بشکه نفت هم فروخته نتوانستند در بازار جهانی. درست است که الان بازار رو تامین کرده ایستادن طبق اون نرخ‌ها و داد و گرفت‌هایی که قبلا انجام شده بود. برای مثال 1 ماه پیش، 2 ماه پیش قراردادها امضا شده بود، از روی اون امروز نفت رو به بازار تامین کرده ایستادن. اما از این به بعد برای مرحله بعدی نفت فروش‌های روسیه حتی یک بشکه نفت هم بازارشون به سودا نرفت. پس معنی رو دارد که در ماه‌های نزدیک میخواهیم یا نمیخواهیم، با کمال تأسف روسیه هم دچار یک بحران اقتصادی دیگر جدا از بحران کرونا ویروس خواهد گشت. خب این به مردم ما چه تاثیر میرساند؟ ببینید که حالا با آمارهای گوناگون از 500,000 مهاجری تاجیک، این آمار رسمی حکومت هست، تا 1,300,000 که این آمار رسمی پوتین هست، از شهروندان ما در روسیه کار میکنند. قسم زیادی آنها از وضعیت بازار روسیه و حالت کارفرماها وابسته‌اند. حالا اونه که یک قسم زیادی از مهاجرین ما با سبب این کرونا ویروس در تاجیکستان ماندن، سفر کردن نمیتوانند، این یک طرفی مصیبت است. همون قسمی هم که در روسیه هست، شهروندی دارد، نیازی به آمد و رفت به تاجیکستان ندارد، اونها جای کار خود را از دست میدهند، مثل دیگر روس‌ها، مثل قزاق‌ها، مثل همه اونهایی که به تاجیکستان مبلغ میفرستادند برای خانواده‌شون، برای عائله‌شون، اونها از این و پس حداقل در این مدت بحران نمیتوانند مبلغ بفرستند. شما تصور کنید، حالا بیایم تصور کنیم که هم در نتیجه فعالیت‌های خوبی حکومت، هم جامعه و هم مردم ما اصلا به کرونا ویروس گرفتار نشدیم یا گرفتار شدیم اون رو مهار کردیم. تأثیر بحران اقتصادی در روسیه، در قزاقستان و در جهان برای تاجیکستان خرد و ضعیف ما به مراتب بیشتر و سخت‌تر از تأثیر خود کرونا ویروس است. برای همین است که ما امروز این صحبت رو به خاطر آن کرده ایستادیم و اصلا مخاطب اصلی صحبت امروزه من آشکار میگم مردم نیست. درست است که من با مردم دارم صحبت میکنم. مخاطب اصلی من مقامات و مسئولین تاجیکستان است. شاید اونا باز هم مثل اون پیشینه بیایم بگن که خب اپوزیسیون از فرصت استفاده برده ایستاده است یا اینا حرفای غلط دارن، اینا تحلیلای نادرست دارن. این حواله به وجدان و به انصاف آنها. ما باید مسئولیت شهروندی خود را انجام بدیم. ما 2 روز پیش به برخی از مسئولین پیمان ملی من دستور دادم، خواهش کردم که برای این صحبتی که با مردم میکنم یک پیشنهادهای مشخصی از مردم جمع آوری کنن، نه اینکه از خودشون بیروند سایت ها، شبکه ها رو ببینن، وضعیت مردم رو پیگیری کنن، ببینن که مردم امروز نیاز به چی دارد، ما کدام مسئله ها رو به حکومت برداریم، پیشنهاد کنیم و آمادگی خود را برای حل این مشکلات هم نشان بدهیم. حالا شاید سوال با وجود بیاد که اپوزیسیون که
از وطن دور است، در اروپا است، چه آمادگی دارد، چیکار کرده میتواند؟ مگر این یک نمود تبلیغ خود نیست یا خود را بزرگ نشان دادن نیست؟ من فکر میکنم که در این شب و روز دشوار نه تنها اپوزیسیون تاجیک یا کسانی که در اروپا هستند، هر یک شهروند تاجیکستان نابسته از اون که در کجا است، در داخل یا در خارج، میتواند کمک کند. این وقتی آن رسیده است که ما نسبت یکدیگر از بالا نگاه نکنیم. وقتی آن رسیده است که نسبت یکدیگر اگر از پایین هم نگاه نمیکنیم، حداقل برابر نگاه کنیم. حکومت به مردم، مردم به حکومت، اپوزیسیون به کارمندان حکومت، حکومت به نمایندگان اپوزیسیون، جامعه شهروندی، رسانه ها و همه کسانی که فعال هستند. بنابر همین ما هم این پیشنهادها رو جمع آوری کردیم و در یک قالب چند پیشنهادهای مشخص به مردم، به حکومت، به جامعه پیشنهاد کردنی هستیم تا اینکه شاید که بتواند یک مورد استفاده قرار بگیرد و یک کمی هم باشد ما را از این وضعیت بیرون کند. من به دو دسته جدا کردم این پیشنهادها را که از مردم جمع کردیم و خودم هم به چند از اونها علاوه کردم، بالای اونها کار شد. از بعضی متخصصین هم نظر گرفتیم که آیا این پیشنهادهایی که ما میکنیم عملی شونده هستند یا تنها یک آرمان هستند و در حد یا در سطح همین پیشنهاد خالی باقی خواهند موند. شاید ما پیشنهاد میکنیم حکومت از عهده اون نمیبراید، در بودجه پول نیست، در امکانات نیست. بنابراین ما آن پیشنهادهایی را گرفتیم که نه از بودجه مبلغ میطلبد یا اگر مبلغ ناچیزی هم طلبید بعد 6 ماه، بعد یک سال این پیشنهادها و اجرایش آنها چند براتب بیشتر به بودجه و به جامعه فایده خواهد آورد. من حالا چند توصیه داشتم عمومی به خود مردم که بنده هم جزی از این مردم هستم و تلاش میکنم خودم هم اون را رعایت کنم. اولش این که ما این چالش را یک چالشی عمومی بدانیم و چالشی که دیگر به یگان ملت و مذهب و دین و به یگان کشور ربط ندارد. نه ما تاجیکان سرچشمه این چالش و این بحران و این ویروس بودیم و نه ما با تنهایی میتوانیم پیش آن را بگیریم. ما در یک جایگی اولش بین خودمان، مردم، حکومت، رسانه ها، جامعه شهروندی و بعداً در همکاری با جامعه جهانی، دیگر راه برای پیشگیری این مصیبت وجود ندارد. اما اون چیزی که بسیار مهم است و من میخواستم از مردم عزیز یک خواهش کنم، بیاید مسئله رو از نگاه دینی، مذهبی، فرهنگی، قومی بها ندهیم. خیلی جای تاسف است. من خیلی با تاسف میگم که برابر شروع این مصیبت در چین بعضی از هموطنان ما شروع کردن به نه تنها تنقید بلکه حتی به تحقیر و به پس زدن یک ملت، چینایی ها که اینها مثلا فلان حیوان رو میخورن یا اینها آمدن مسلمان ها رو اذیت کردند، خداوند جزای آنها را داده ایستاده است. مسئله را از آن که بیان یک نگاه علمی داشته باشند، نگاه جامعه شناسی داشته باشند، بردن به سمت ملت ها، مشکلی را در مشکلی ملی یا قومی چینی ها دیدن، یا بردن به سمت دین، گویا که این ربط داشته باشد به دین و یک جزای آسمانی هست برای مردم چین. اما بعداً وقتی که همین مصیبت آمد بالای سر مسلمان ها و ملت های دیگر، بعداً درک کردن که نه، این یک بلای هست که دیگر هیچ ربط با آسمان و زمین، با دین و ملت ها ندارد، بلکه این برخواسته از زندگی جامعه هست، از مشکلات گیگینی است، از رعایت نکردن مسائل بهداشتی است و در سطح جهان باز هم پهن شد به سبب آنکه ما انسان ها آن را رعایت نکردیم. بنابراین خواهش من این است که این را بیرون کنیم از این بحث ها، چون حتی من دیدم که مسئله رو کشاندن به بحث شیعه و سنی که گویا این مشکلات تنها در جامعه های اول گفتن غیر مسلمانی هست، بعد دیدن که نه، دامن مسلمان ها رو هم گرفت، بعد گفتن که نه، این مربوط تنها به یک بخشی از مسلمان ها هست. الان امروز من دیدم آماری که از بریتانیا آمد. در بریتانیا از مجموع فوتیدگان، خدا بیامرزد چون اکثرشون مسلمان هستن، معذرت میخوام، نه اینکه اکثرشون بلکه چهارک این فوتیدگان مسلمان بودن، اینا همگی اهالی بریتانیا 5% مسلمان هست. اما در بین فوتیدگان
25% نزدیک 25% مسلمان هستند. سوال با وجود میاد که اگر یک بریتانی، یک مسیحی، یک نمیدونم هر کی باشد بیاید در از روی آماری که امروز در بریتانیا هست همین قضاوت کند، خلاصه گیری را کند که مسلمان ها 5% بریتانیا هستند، اما از مجموع فوتیدگان این کرونا ویروس 25% از بین مسلمان ها رفتند، یعنی 20% بالاتر از مجموع مسلمان ها. چرا؟ پس بگن که این مشکلی مسلمان ها هست و دین اسلام ربط دارد. حتما عقلها، نظرهای سالم پیدا خواهند شد که بگن که چرا این حرف رو میزنید. اینجا مسئله بهداشتی و گیگین است. آمار نشان داد که متاسفانه در اون خانواده هایی که مسائل گیگینی رعایت نشد، از آن جمله در بین مسلمان ها در اون محل هایی که بیشتر مردم بنگلادش و پاکستان و هندوستان در بریتانیا زندگی میکنن، درصد مرگ و میر در اونجا بیشتر است. نه به خاطر آنکه اینها هندوستانی یا پاکستانیان، به خاطر آنکه مسائل های عادی بهداشتی را، گیگین را رعایت نکردن. پس این موضوع ربط به دین ندارد، به مذهب ندارد، به ملت ندارد. من خواهش میکنم از همه جامعه که در بها دادن نسبت این مسئله های صرف علمی و آمارهای رسمی را اهمیت بدهند، به موضوع دین، مذهب و ملت ها نرسند. و از طرف دیگر اون کاری که ما میتوانیم کرده این است که خودمون به توصیه متخصصان و این خواهش من از مردم این است که گوش بدهیم، رعایت کنیم و هر چی که یک متخصص میگه، اگر گفت مسجد رو بندید، گفت رستوران رو بندید، گفت طبیب گفت که مکتب و مدرسه رو بندید، دیگر به این معنی که این طبیب یا این متخصص، این سیاستمدار زیر مکتب و مدرسه، زیر مسجد هست. نه. البته باز تکرار میکنم اون کارهای، اقدامهایی که حکومت تاجیکستان کرد در اول بسیار اقدامهای خوب بود. باز تکرار میکنم که ما طرفدار بودیم. آمد مسجدها رو منع کردن، نماز جمعه رو منع کردن. البته سوال پیدا شد که چرا تنها مسجدها؟ چرا دانشگاهان، رستوران‌ها، اون جاهای فراغتی نه، دیسکو کلوب‌ها نه، چرا فقط مسجد؟ سوالی بجا بود. اما از همه برادران ما خواهش کردیم که حالا وقتی انتقاد و سوالگزاری ها نیست، بگذار حداقل همون مردم نمازخوان هم از این وبا خلاص میموند، اونم جزء ملتن، بگذار از همون شروع کنن. اما مسئله این شد که چرا بعد اجازه دادند؟ این قسمت مسئله هنوزم سوال برانگیز است و جواب ندارد که آیا این به خاطر آن بود که برگزاری جشن نوروز اینها را مشروعیت ببخشند، بگن که نه تنها نوروز نیست، حالا آمدیم ببینید مسجدها را هم بستیم، در صورتی که تمام دنیا مسجدها را بست، کلیساها را بست، مکه مکرمه، مدینه منوره بسته شد، ازبکستان مسجدها را بست، ازهر، دانشگاه ازهر بسته شد. چرا یک بار تاجیکستان اومد مسجدها را باز کرد؟ سیر در چی بود؟ چرا همه مدرسه و دانشگاه بسته شدند در همه جا، در ازبکستان، در جاهای دیگر؟ امروز فرزندان ما در مکتب نمیروند دیگر، آنلاینی درس را خوانده ایستادند. استادا، معلم ها از طریق آنلاین به همون صنفش، به همون بچه فرزندان ما طریق آنلاین درس خوانده ایستادند هر روز در کشورهای اروپایی. این سوال ها است. اما خواهش ما از مردم چی است؟ حالا اشتباهی حکومت جای خودش کنار بگذاریم، بیایم دیگر حکومت هر چیزی که میگه، متخصصین هر چیزی که میگویند 100% اون رو رعایت کنیم. اگر رعایت نکردیم مطمئن باشید که این نه تنها ضد قانون هست، ضد دستورات رسمی است، این ضد بشریت است، ضد دین هم هست. هیچ دینی، بخصوص دین مبین اسلام، طرفدار اون نیست که انسان ضرر ببیند. حتی اگر در مسجد این احتمال مبتلا شدن به ویروس باشد، واجب است که مسلمانان، نمازگزاران در خانه‌شان نماز را انجام بدهند و به مسجدها نروند. من توصیه دیگری که به مردم دارم و بخصوص به مسئولین کشور و حکومت، توصیه سازمان‌های بین‌المللی از آن جمله سازمان جهانی تندرستی را خیلی جدی بگیرند. من خیلی تعجب کردم وقتی که سازمان جهانی تندرستی روز 16 مارس به حکومت تاجیکستان نامه می‌نویسد و توصیه‌های مشخص می‌دهد که برای پیشگیری کردن از وبا، از این ویروس، این کارها را انجام بدهید.
اما حکومت تاجیکستان برخلاف توصیه‌های جامعه جهانی و برخلاف سازمان جهانی که مسئول این گونه برنامه‌های تیبی در جهان است رفتار می‌کند. برای ما واقعا تعجب آور است و برگزاری این جشن‌ها و مراسم‌ها را تقریبا یک هفته بعد از رسیدن این نامه از طرف سازمان جهانی تندرستی ادامه می‌دهد. من خواهشم حالا به هر مقصدی کردید، هر برنامه و هر نیتی داشتید، این دیگر برمیگردد به شما. ما که موافق نیستیم و این را یک اشتباهی خیلی جدی علیه ملت و دولت می‌دانیم. اما انجام شد. از این به بعدش خواهش ما این است که بیاید توصیه‌های سازمان‌های جهانی را رعایت کنید و نه تنها حکومت بلکه مردم هم، ملت هم. و خیلی بد است که یک سازمان جهانی غم ملت ما را، دولت ما را بیشتر از مسئولین خود حکومت می‌خورد. بجای آنکه یگان سازمان جهانی اگر پیشنهاد کرد مسئولین ما بیان بگن که نه این بر ضرر دولت ما است، بر ضرر کشور ما است، ما این رو انجام نمیدهیم. برای مثال بارها وقتی که سازمان‌های جهانی میگن که انتخابات ها را شفاف برگزار کنید، انتخابات ها را مثلا با این معیارها بگذرانید، حکومتداران میگن که نه این بر ضرر دولت ملت ما هست، ما دولت مستقل هستیم و توصیه شما را اجرا کردن نمیتونیم. اما رعایت کردن توصیه سازمان جهانی بهداشت چی ضرر دارد وقتی این سازمان باز پول هم کمک میکنه؟ بنابراین من خواهش میکنم این توصیه به تمام مسئولین است و به مردم هم هست که از این به بعد تا این وقت نکردیم، از این به بعد دیگر توصیه هم متخصصین بین المللی و هم متخصصین وطنی رو هم جدی بگیریم. هر کسی، هر همشیره، هم دکتر، هر مسئول در ساحه طب اگر هر توصیه‌ای که داد، من خواهشم از همه برادران، هموطنان، خواهران این است که این را همچنین یک واجب انسانی، واجب دینی و واجب فرض شهروندی بدانید. حتی اگر این من نمیخوام با شما از سرچشمه‌های دینی مثال بیارم، هر کسی که کمترین معلومات دینی دارد برود هر سرچشمه دینی را مطالعه کند. اگر یک طبیب حاذق و یک مسلمان دستور داد که این را برای سلامتی خودت رعایت کن، اگر نکرد بداند که علیه دین رفتار کرده است، معیارهای دینی را پامال کرده است. حتی اگر طبیب گفت که روزه را هم بخور برای یک بیماری، برای او توصیه می شود، فقیها توصیه دادن که روزه را هم بخور. چه رسد با آن که یک طبیب میگوید که برای سلامتی خودت دستت رو بشو، به جاهای سرادم نرو، به بیرون نرو و مثل این. بنابراین خواهش میکنم که از نگاه دینی هم از نگاه شهروندی هم این مسئله ها را خیلی جدی بگیرید. و من پیشتر هم گفتم، خواهش دیگرم را اینجا خلاصتا میگم که از همه شهروندان بخصوص از رسانه ها و بخصوص از کسانی که در حالا به نام رسانه های اپوزیسیونی یا نزدیک به اپوزیسیون معروف هستند، من خواهش میکنم که بیاید از پهن کردن همه گونه آمار و رقم ها، معلومات هایی که از سرچشمه های معتمد رسمی نیستن خودداری کنیم و یک مدت این را واگذار کنیم به مقامات رسمی و کسانی که به واسطه دسترسی دارن به سرچشمه های اصلی، به وزارت تندرستی، به حالا مثلا خبررسانی های داخلی وطنی مثل ازیا پلیوس، مثل آزادی، اونها که در داخل وطن نماینده دارن، مخبر دارن، حتی به خبرگزاری های دولتی هم با اونها اعتماد بیشتر کنیم، چون اونها دسترسی به معلومات ها دارند و هر تحلیل و هر معلوماتی رو که پهن میکنیم این در اساس سرچشمه های رسمی و معتمد باشد. و خواهش دیگر از جامعه شهروندی، از مردم فعال، هر معلومات، هر حالت، هر وضعیتی رو اگر میبینید و چشم خود نوار بگیرید، ثبت کنید، بفرستید، در شبکه ها بگذارید. این با اون مسئله اولی که من گفتم هیچ ربط ندارد. در مسئله پهن کردن آمار و اطلاعات بله تکیه کنید به معلومات ها و سرچشمه رسمی، اما در مسئله آشکار کردن حالت های خیلی بد باید جامعه شهروندی فعالتر باشد و حکومت را مجبور کند که دست به کار شود. برای مثال همین دو حالتی که پیش اومد، یکی از وضع بد کرانتین در منطقه ورزاب که کسانی که احتمال داشت مبتلای این ویروس شدن بردن کرانتین کردن، کار خوب کردن. ما هم گفتیم که دستشون در نکنند مقامات دولتی که در روزهای اول خیلی خوب رفتار کردن، فرودگاه ها رو بستن، حتی دیپلمات ها رو بردن
карантин карданд ва ҳар касе ки ворид мешуд. Мардум мухолифи карантин нест. ҳатто касоне ҳам маҷбур мешаванд 14 рӯз дар карантин бишинанд. аммо вақте ки мебинанд дар онҷо камтарин оддитарин шароит барои зиндагӣ нест, сард аст, масъалаи гигиенӣ риоя намешавад, ҳуқуқи инсон помол мешавад, дар ин бора бояд гуфт, дар ин бора бояд навишт. шумо дидед ки як хоҳар ҷасорат кард, чизи зиёд нанавишт, фақат воқеиятро барои мардум бозгӯ кард, аксҳоро монд ва ин вокуниши ҷиддии ҷомеаро ба вуҷуд овард. Расонаҳо навиштанд. ҳукумат чӣ кор кард? Ман алон ки омодагӣ медидам ба ин суханронӣ, ба ман хабар расид ки ҳамаро кушонданд ба харангон, ба як осоишгоҳи беҳтар. агар ҳамин хоҳар, агар чанд нафар навор намегузоштанд, мутмаин бошад ки масъулини ҳукумати Тоҷикистон ҳеҷ гоҳ мардумро аз он шароити бади зидди гигиенӣ ба як шароити беҳтар намеоварданд. бинобар ин хоҳиши ман ҳамин аст. нависед, панг кунед, пахш кунед ва бештар фишор биёред ба масъулин. ин дар тамоми ҷаҳон ҳаст, фақат дар Тоҷикистон нест. шумо фикр мекунед ки масъулини амрикоӣ, урупоӣ ё ҷоҳои дигар ино фақат аз рӯи амри виҷдон кор мекунанд? ино ҳам таҳти фишори ҷомеа ҳастанд, таҳти фишори расонаҳо ҳастанд, баъд меоянд беҳтар кор мекунанд. ин аст нақши ҷомеаи озод, ҷомеаи шаҳрвандӣ, расонаи озод ки битавонад ҳукуматро контрол кунад ва маҷбур кунад барои он ки як қадамҳои беҳтару хубтар бигзорад. мисоли дигар ҳамин вазъияти мусофирини мо, муҳоҷирини мо дар Русия ё дар Қазоқистон, ҷоҳои дигар ки наметавонанд ба ватан баргарданд. чӣ водор кард ки ҳукумат биёяд ҳавопаймо буфиристад ва вориди гуфтугӯ бо мақомоти русӣ шавад? маҳз он хабарҳое ки аз тарафи ҷомеаи шаҳрвандӣ рафт, на аз тарафи вазоратҳо, на аз тарафи сафоратҳо, на аз тарафи расонаҳои давлатии ҳукуматӣ мисли ховару телевизиони Тоҷикистон. ино ягон хабарро пахш накарданд. барои инҳо ҳама ҷо обод аст, ҳама ҷо пешравӣ аст, ҳама ҷо гулгушкуфон ҳаст, наврӯз ҳаст. як гурӯҳ мардуми дур аз ватан ғаразнок доранд вазъиятро гӯё бад нишон медиҳанд, аммо ҳама ҷо хуб аст. аммо вақте ки мардум худашон садо баланд карданд, наворҳоро дар шабакаҳо гузоштанд, дар расонаҳо гузоштанд, дидед чӣ шуд? ҳукумат маҷбур шуд ки ҳавопаймо бифиристад, вориди гуфтугӯ бо русҳо шавад. аммо мутаассифона, боз ҳам мутаассифона ки баъзеҳо боз ҳам талош карданд аз ин мусибати мардум суистифода кунанд. шумо бибинед дӯстони азиз, дар тамоми дунё ҳукумати олмон ҳисоб кард ки ҳамин лаҳза 100 000, бештар аз 100 000 олмонӣ дар хориҷи олмон ҳаст. онҳо мехоҳанд ба ватан пеши фарзандони хонавода баргарданд, агарчи дар дохили олмон вирус ҳаст. ҳукумати олмон ба ин мардуми бештар аз 100 000 турист ҳаст, донишҷӯ ҳаст, дипломат ҳаст, ҳоло тоҷир ҳаст, фарқ намекунад, шаҳрванди олмон аст, дар хориҷ қарор дорад. инҳо гуфтанд ки мо маблағ ҷудо кардем чанд миллиард евро барои шумо. шумо ду кор метавонед карда. агар мехоҳед мо ҳавопаймо аз ҳисоби давлат бепул шуморо меорем ба ватан, дар боз ҳаст, албатта баъди санҷиш ва карантин вориди кишвар мешавед, ё ин ки дар ҳамон кишварҳо боқӣ мемонед ва хароҷоти шуморо давлат ба дӯш мегирад. барои шумо агар донишҷӯ ҳастед ё коргар ҳастед, аз кор мондед, пули ҳотел, пули намедонам хурду хӯрокро ҳукумат пардохт мекунад. як ҳукумати масъул ки дар ғами фарзандони миллаташ аст ва метарсад аз миллаташ ки фардо ин интихобкунанда рай нахоҳад дод ба ҳизби Меркел ё ба худи Меркел, ӯ маҷбур мешавад ки биёяд ба мардумаш хидмат кунад. ҳукумати мо чӣ кор мекунад? мутаассифона хоб таҳти фишори мардум ҳавопаймо фиристод, аммо билете ки то ин лаҳза 17 000 рубл буд, 20 000 рубл буд, якбора 35-40 000 рубл карданд. ин нархи расмӣ ҳаст. ба ҷои он ки ҳавопаймо бифиристанд ба таври оҷил ва истисноӣ, ин мардуми бе ин ҳам таҳти фишор ва азиятдидаро бепул биёранд, инҳо дар як сол як бор, шояд дар ҳаёташ як маротиба ин ҳолат рух додааст. ҳамин бечораи муҳоҷире ки шабу рӯз барои Тоҷикистон хизмат мекунад, пул мефиристад, андоз месупорад, ҳақ надорад ки дар тамоми умраш як маротиба аз буҷаи давлат бепул ба ватан сафар кунад, онам дар як ҳолати истисноӣ. дар замони пеш ҳар сол як маротиба давлат дар замони шӯравӣ табобати бепул, путёвкаи бепул, хадамоти бепул ба коргарон медод, ба ҳамаи шаҳрвандон. президенти имрӯзаи Тоҷикистон ман бовар дорам даҳо маротиба аз ҳамин истифода бурдааст, вазирон истифода бурданд. аммо имрӯз барои як муҳоҷири тоҷик, барои як шаҳрванди тоҷик ки
40 سال 50 سال بعضیش حتی ممکن 60 سال برای این ملت و دولت کار کردن، زحمت کشیدن، انداز سپاریدن، حق ندارد در حیاتش یک مرتبه از حساب بودجه دولت به پول بیاید و وطن برگردد. حتی اونها آماده هستن از پول خودشون بیاد. شما به انصافی نکنید، فقط پول بلیط رو بالا نبرید، از همین مصیبت مردم هم استفاده نبرید. بنابراین من از مردم عزیز خواهش میکنم این گونه حالت ها را به هیچ کس رحم نکنید، به اپوزیسیا، به حکومت، به هر کسی که در همین شب و روز علیه منفعت های مردم و ملت رفتار میکند، مسئولیت خود را خوب انجام نمیدهد، میخواهد از مصیبت مردم سوء استفاده کند، آنها را آشکار کنید و این کارهای شما حتما تاثیر خواهد رساند. بله، یک برخی یک ایده از تملقکاران و خوشامدگوها و اونهایی که خود را حکومتی سوپ سرخ میدانند، اونها شما را تنقید میکنند، ما را تنقید میکنند، اینها را اغوا اندازی میدانند، میگن که حکومت کار کرده ایستاده است، پیشوای ملت در زمین مردم هست، فلان و احمدان. به حرف اینا اهمیت ندید. شما مسئولیت شهروندی خود را انجام بدهید، این کمبودی ها را آشکار کنید، هم بر فایده ملت است، هم حکومت است و هم به فایده خود شما. خب چون صحبتم خیلی طولانی شد، من میخوام در این قسمت بیایم به پیشنهادهای مشخصی که به خودی حکومت داریم و این باز تکرار میکنم، پیشنهادهای ما پیشنهادهای نیست که تنها از فکری ما هست، پیشنهادهایی که از طرف کارشناسان و مردم جمع آوری شد. امروز در تاجیکستان حکومت یک شتاب تشکیل کرد یا ستاد با رهبری سربازی برای پیشگیری از کرونا ویروس. من پیشنهاد میکنم و این پیشنهاد پیمان ملی تاجیکستان است و پیشنهادی که از طرف دیگر کارشناسان این است که حجم این بحران و مرحله های پس از ویروسی وادار میکند که یک ستادی وسیع‌تر و بزرگتر از این ستادی که با سربازی تشکیل شده است به میان بیاید، تشکیل کرده شود با رهبری خود پرزیدنت تاجیکستان، تمام سربازی، رهبران هر دو پالاتای مجلس، وزارت‌های قدرتی بخصوص بلاک اقتصادی، تمام رئیسان شهر و ولایت ها شامل این ستاد عمومی ملی باشند. حالا از جامعه، از رسانه ها، از مردمی در خارج بوده کی را میگیره، چقدر میگیره در این ستاد، این صلاحیت و وکالت خودی باید که رهبریت کشور و ستاد باشد. اما حجم مسئله بیشتر از اون است که از دستی سربازی کار بیاد. صلاحیت، وکالت و امکانات سربازی کافی نیست که هم ویروس را پیشگیری کند و هم برای مرحله پس از ویروسی یک آمادگی ملی را شکل بدهد و ما را از این بحران برهاند. بنابراین وقتی آن رسیده است که دیگر پرزیدنت تاجیکستان از اون مقام پیشوایی که باید همه کار کنند و این فقط باید که دستور بدهد و رقص و بازی اینها باشد پایین‌تر بیاد. فراموش نکند که بغیر از پیشوا باز رئیس حکومت هم هست، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هم هست، معاش هم میگیرد از مردم، شاید یکی از معاش‌های کلانترین در جهان، حتی از معاش بعضی پرزیدنت‌های ابرقدرت‌ها هم بیشتر. و وقتی آن است که دیگر بیاید با مردم مسئولیت رو خودش بگیرد و این ستاد ملی را رهبری کند و هر روز، هر هفته گزارش به ملت بدهد که چیکار کرده ایستاده است. دیگر وقتی گزارشگیری از ملت نیست، بلکه وقتی گزارش دادن به ملت است. حداقل تا سال 2020 تا همین انتخاباتی که می‌خواهید در آن یا خودتان یا پسرتان پیروز شود، با مردم کار کنید، خدمت کنید، مردم هم ببینند که واقعا شما هم به مردم خدمت کرده ایستادید. چرا من میگم که در اینجا رئیسان پالات‌های پارلمان باشند، وزارت‌های قدرتی باشند؟ چون پیشنهاد دوم ما این است که یک پاکتی چاره‌های فوری از طرف این ستاد، از طرف حکومت قبول کرده شود. چاره‌های فوری که باید در یک مدت کوتاهی، حدی اکثر یک ماه، اینها قبول و عملی کرده شوند. در اینجا لازم است که چاره‌های حقوقی دیده شود که باید در بعضی از قانون‌ها و سندهای حقوقی تغییرات وارد کرده شود. باید که هر دو پالات پارلمان خیلی به حالت استثنایی و فوری کار کنند تا اینکه زمینه حقوقی این عملی شوی این چاره‌های فوری را آماده سازند. شاید لازم شود برای پیشگیری از بعضی حالت‌های ناگوار که وزارت‌های قدرتی وارد کار شوند، امنیت، پلیس، حتی در بعضی کشورها ارتش هم وارد کار شده است. خدا کند که کار به این حد نرسد، اما آمادگی همیشه بهتر است از اون که شما بعد بیاید برای مشکلات را حل کنید.
چرا رئیسان شهر و ولایت ها؟ برای اینکه اونها در محل ها باید این دستورها و این کارها رو باید که انجام بدهند و یعنی پیشنهاد اولی ما این است که باید این سیتا تشکیل شود. پیشنهاد دوم این که این پاکت چاره‌های فوری هر چه زودتر در دوام یک هفته دو هفته باید از طرف حکومت قبول و اعلان شود، مردم بدانند که در این پاکت چاره‌های فوری چه هست. و بیایم اکنون به پیشنهادهای مشخص که در این پاکت چاره‌های فوری کدام مسائل پیش از همه وارد شوند. دو بخش است. یک بخش این است که بیشتر حالت اقتصادی دارد، اقتصادی و مالیوی که این از حکومت وابسته است. یک بخش دیگرش بیشتر اجتماعی و فرهنگی است که اون هم حکومت و هم مردم باید در اون کار کنند. پیشنهاد اول و خیلی فوری این است که باید ما یک اقدام‌هایی را بگیریم که بار مالیوی را از دوش مردم و از دوش ساختارها و صاحبکارها سبک کند. اگر ساده تر کرده بگویم، امروز شهروندان، صاحبکاران، کارخانه ها به حکومت انداز بسپارند، پرداخت های گوناگون دارند و این پرداخت ها همهش میآید بالای نرخ و نوا، بالای فعالیت، بالای گردش مال تاثیر میرساند. حکومت در این چاره‌های فوری که میگیم تلاش کند که اون سنگینی هایی که تا امروز بالای دوش مردم بود از لحاظ پولی و مالی آنها را سبک کند، از بین برد، مردم نفسی سبکتر بکشند. چرا این را میگم؟ برای اینکه وقتی که ما این وارد مرحله بحرانی پسا ویروسی میشویم، این نگروزکا یا فشار مالیوی و پولی بالای مردم، بالای کارخانه ها کمتر باشد. تنها در این صورت میتوانند این کارخانه ها خود را جانا کنند، خود را علیه این بحران آماده کنند و از این شرایط بحرانی بیرون بیایند. مثال هم میزنم، تمام حکومت های دنیا، جهان، امریکا، اروپا، ترامپ 1 تریلیون مبلغ از کنگره درخواست کرد، جدا کرد برای این بحران. برای هر یک شهروند امریکایی که از این بحران ضرر می‌بیند $1000 بدون کدام شرط و شروط داده می‌شود. آلمان 500 میلیارد یورو جدا کرد، فرانسه 350 میلیارد، ایتالیا جدا کرد. همه کشورها یک مبلغ جدا کردن برای کارخانه‌ها، برای شهروندانی که از این بحران ضرر می‌بینند. ما می‌دانیم که حکومت تاجیکستان پول زیادتی ندارد، در بودجه پول نیست. یک مقدار پولی که بود به همین جشن و رقص و بازی خرجش کردید. ما این رو خوب درک می‌کنیم. خب وقتی که با مردم پول دادن نمیتواند، حداقل از بالای سینه مردم، شانه مردم این فشار مبلغ و پول رو کمتر کنه که مردم خودش رو بچرخاند. مردم تاجیکستان برخلاف مردم جهان از حکومتش هیچ انتظاری ندارد. برای مثال در اروپا مردم انتظار دارند که حکومت در همین شب روز برهانی پول بدهد، پول برق را بیکار کند، آب را بیکار کند و کرده ایستادند. برای مثال فرانسه الکی در این مدت بحرانی برق و آب و گاز اینها را دولت پرداخت میکنه، مردم پرداخت نمیکنند. چرا؟ حکومت میگه که مردم در یک حالت شاق قرار دارد، از لحاظ روانی کارخانه ها موندن، مردم پول ندارد دیگر. حکومت تاجیکستان این کار را کردن نمیتواند و ما مردم تاجیکستان هم شاید امید زیاد از شما نداریم، اما از شما توقع داریم، از شما طلب میکنیم که بعضی پرداخت‌های الهه‌ای که بالای مردم بار کرده از اونها دست بکشید. خیلی مشخص و پیشنهادهای کانکریتی. اولین کاری که میکنید راهی دوشنبه چناق را، این نظام پولکی رو برهم بدید، خیلی فوری و بدون چون و چرا؟ برای آنکه راه دوشنبه چناق هر سال از بودجه مردم، نه از بودجه دولت، از کیسه مردم، به خصوص از رانندگان، از کسانی که بین جنوب شمال حرکت میکنن، تجارت دارن، مال میبرن، مال میارن، از تاکسیستا و مبلغ $100 میلیون فشار میارند. این پول را مردم پرداخت میکنن و این شرکتی که حالا ما تا امروز گفتیم از کی هست، چون وعده دادیم که در اینجا دیگر تنقید نمیکنیم، حالا از هر کی هست. این شرکت سالانه یک چیز بین 60 تا $100 میلیون از مردم میگیرد، اون رو به خارج میبره، در صورت حساب‌های شخصی در خارج میمونه. این رو بیکار کنید، 10 سال گرفتید خوردید، حالا هر چی شود، نمیگیم آش شود، نمیگیم زهر شود،
اما میگیم که هر چی کاری کردید. الان که ملت در یک حالت دشوار است، بدون چون و چرا و یک دلیل وجود ندارد، این راه را، این پول ها را، این پولکی کردن راه رو بردارید. چرا مردم در این شب و روزی که دشوار است بتوانند راحت‌تر حرکت کنند. مطمئن باشید راه دوشنبه چناق به پول شد، این بالای نرخ و نوا تاثیر خود را حتما خواهد رساند. حداقل پیشگیری میکند از بالا رفتن نرخ. چرا؟ برای آنکه نرخ تاکسی بالا میرود. شما میدونید که الان بعد همین در چند روز آخر نرخ یک تاکسی از دوشنبه تا کلاب از 30 تا 100 سوم رسید. در همین شب و روز در رسانه ها وجود داشت. مطمئن باشید که این همش نتیجه همون است که فشار بالای تاکسیست ها است، بالای نرخ و نوا هست، بالای نرخ بنزین هست. اون بیچاره تاکسیست از کجا پیدا کند؟ مجبور است که از مشتریش این پول را بگیرد. وقتی که نرخ بنزین قیمت است، نرخ ماشین قیمت است، نرخ راه، اندازی راه قیمت است. بنابراین همین اولین کاری که میکنید بدون کدام دلیل و بهانه گفتن این نرخ راه دوشنبه چناق را بیکار کنید. و دوم پیشنهادی که ما میکنیم این یک قسمی از پرداخت‌های مردم را، پرداخت اندازها، پول برق، پول آب، گاز، اینها را به تأخیر اندازید. حالا 3 ماه، 6 ماه، این وابسته به شرایط بودجه، وابسته به شرایط حکومت و وابسته به شرایط مردم. اونهایی که قدرت پرداخت رو دارن، اونها پرداخت کنن. چه که در اروپا هست، در اروپا گفتن کسانی که نمیتوانند 3 ماه بعد میتوانند این قرضهای خود را پرداخت کنند. با دو علت، یکی اینکه فشار مالیوی بالای مردم کم میشه، دومی که مردم کم حرکت کنند، نروند به بانک و به پوچته و به جاهای دیگر برای پرداخت پول، در خانهشون بشینند. برخی از کشور اروپایی، مثال آوردم از فرانسه و جاهای دیگر، مردم را کاملا آزاد کردند. ما نمیگیم که حکومت تاجیکستان کاملا مردم را آزاد کند، همه را آزاد نکند، اما پرداخت این مبلغ را تا 3 ماه یا 6 ماه به تاخیر اندازد. اما قشرهای آسیب پذیر را، قشرهای کم بضاعت را، نفقه خوران، کسانی که در جزء کم بضاعتان هستند، بیوه‌زنان، کسانی که سرابان عائله ندارند، اینها را کاملا از همه گونه پرداخت برق، آب و دیگر اندازها باید آزاد کرد. مردم به این هم امکانیت ندارند. حکومت تاجیکستان اگر شرایط با وجود بیاورد که در همین شب و روز که به مردم کمک کرده نمیتواند اجازت بدهد که مردم خودش را بخوراند و بپوشاند، این بهترین کمک به ملت تاجیک است. حداقل در همین شب و روز ما پیشنهاد میکنیم که از مردم پرداخت‌های زیادتی گرفته نشود، قشری کم بضاعت از پرداخت برق و آب و گاز و دیگر پرداخت‌های اجتماعی آزاد کرده شود. و در همین مدت بحرانی شاید که تا آخر سال 2020 دوام میکند، شاید سال 2021 هم هست، این وابسته به تحلیلایی که هست. همونطوری که چند مرتبه حکومت تاجیکستان مراتوری اعلان کرد برای سنجش کارخانه ها، شهروندان و فعالیت صاحبکاران، و فکر میکنم جای خوانده بودم که همین شب و روزم یک مراتور دیگر عمل کرده ایستاده است. اما من پیشنهاد میکنم که همین ستاده که الان پیشنهاد کردیم، یکی از چاره‌های فوری این باشد که یک مراتور علاوگی و قطعی‌تر اعلان کرده شود پیش روی همه گونه تفتیش و سنجش، نه تنها از طرف مقامات انداز، بلکه از اون چندین مقامات دیگر رو که هر روز میان تفتیش میکنن صاحب کارها رو، خانه ها رو، از پژرنی، از سانیتری و از دیگرها. اینها فقط کارخانه های تجارتی رو از تفتیش آزاد کنند. اما درست است که این مقامات ضد سوختاری و گیگینی به خاطر پیشگیری از ویروس باید که کار رو با مردم رو بیشتر کنند، اما نه برای سنجش و جریمه کردن، بلکه به خاطر توصیه دادن و کمک و مشورت رساندن. بنابراین پیشنهاد دیگری ما این است که هر چه زودتر این مراتور اعلان کرده شود و کارخانه ها از پرداخت یا از سنجش های علاوگی مقامات انداز آزاد کرده شوند. و یک پیشنهاد دیگری که خود شهروندان کردن و ما هم آن را قابل قبول می‌دانیم، این که به شهروندانی که نتوانستند به روسیه هجرت کنند، به قزاقستان هجرت کنند به سبب بسته شدن راه، یا کسانی که از خارج برگشتند، مهاجرانی که جای کاری خود را از دست دادند،
در داخل کشور باقی میمونند. معلوم است، حالا معلوم نیست که چند ماه دوام میکند، ممکن 3 ماه دوام کند این وضعیت در روسیه، ممکن 6 ماه دوام کند. پس برای این مردم باید جای کار فراهم کرد، حداقل شرایط را فراهم کرد که اینها بتوانند خود را، خانواده خود را با مواد اولیه تامین کنند. بنابراین پیشنهاد ما این است که بگذار به شکل موقت هم باشد زمین‌های کشت در اختیار شهروندان گذاشته شود که یا نتوانستند به هجرت مهنتی بروند یا اینکه از مهاجرت مهنتی برگشتند و در داخل کشور قرار دارند. یعنی حکومت این را هم جزئی از اون چاره‌های فوری حساب کند که در این مدت باید عملی شود. و از همه مهم اون شرایطی که الان پیش آمده است از همین روز شروع کرده، از همین روز، چون منتظر نشوند که حالا ستاد تشکیل شود بعد این کار کنند، نه، از همین روز دستور قطعی رهبریت کشور شود برای آنکه تمام شهروندان تاجیک که در خارج هستند، دانشجو هستند، مهاجر هستند، حالا هر کی هستند میخواهند به وطن برگردند، به پول از حساب بودجه دولت به وطن برگردانده شوند. چون مردم در فرودگاه ها ماندند و آخرین پول خود را که باید بیان خانواده خود را بخورانند، در ماه‌های آینده بحرانی زن و بچه خود را تامین کنند، اینا مجبور میشوند که خرج بلیط‌های شرکت‌های بی‌انصافی وطنی کنند که در رأس آن سامان ایر و تاجیک ایر ایستادند که هر دو شرکت هم مربوط به حکومت یا به افرادی هست که نزدیک به حکومت هستند. شما به این هم پول بلیط هواپیما در تاجیکستان قیمت‌ترین در جهان بود، نه تنها در منطقه، قیمت‌ترین در جهان است. به این هم پول زیاد کار کرده، درآمد زیاد داره. هیچ گپ ندارد که این شرکت سامان ایر و شرکت‌های دیگر با اون وعده‌های بالاخانه داره که همیشه از منبرها صدا می‌دهد که جنازه‌های مردم رو به پول بیاره، تابوت‌های مردم رو به پول بیاره، که دروغ است. یگان تاش اجرا نشد یا اگر اجرا شده باشد هم 5% اجرا شد. وقتی اون رسیده است که همین وعده‌ها رو اجرا کنید، از اون پول‌های جمع شده مردم مهاجر رو بیاره به وطن، به تاجیکستان. حالا با اجازه شما من این رو ببینم که پیام فرستادن به ما یک مطالعه کنم، بعد ادامه خواهم داد. خب یک سوال وارد شده است که من حتما در رفته صحبت یا بعدا جواب خواهم گفت و خواهش میکنم از کارگران، از بچه‌ها که در استودیو هستند و از تماشاگران که سوالات خود رو مطرح کنن. من تلاش میکنم در فرصت مناسب حتما جواب بگم. و حالا این قسمت این پیشنهاد رو خلاصه کنیم. باید که از فردا شروع کرده حکومت جمهوری تاجیکستان روی خط کنند، مردم هم کسانی که میخوان برگردن به وطن ثبت نام شوند. حالا این را سفارت ها میکنن، این را شرکت ها میکنن، کار حکومت است. ولی هر چیز زودتر اول کسانی که در فرودگاه ها در موندند، در وکزال ها هستند، بعدا کسانی که در منطقه های داغ باقی ماندند به پول از حساب دولت به تاجیکستان برگردانده شوند. و حالا من یک پیشنهادی که مردم کرده بودند حالا در اینجا ثبت است، ولی خبری که به من رسید پیش از آماده شدن به این صحبت این بود که یک قسمی را از ورزاب کوچاندن به خرنگان که شرایط کرانتین بهتر است. باز هم پیشنهاد کردن مردم که و ما هم این را میرسانیم و جانبدار هستیم که هر چه زودتر کسانی که در کرانتین هستند از اون جاهای خراب و ولنگار و سرد بیرون آورده شوند، با آسایشگاهی که در اونجا یا شرایط بهتر دارن یا با دچه و استراحتگاه‌های وزیرها و منصبدارهای حکومتی که همش از پول مردم ساخته شده است، اون در اختیار مردم گذاشته شود. اگر کسی بگه که این دچه شخصی من هست، فلان وزیر، فلان رئیس، فلان سود و پروکرور، غلط کرده است، اشتباه کرده است. معاش شما به آن نمیرسد که حتی یک زن و بچه خودتون رو بخورانید، چه رسد به آن که دچه بسازید و استراحتگاه و اون آسایشگاه ها رو بسازید و در اختیار خود بگیرید. معاش شما به همه معلوم است. پس این دچه ها رو از حساب مردم ساختید. این مردم هیچگاه در اون دچه های شما، در آسایشگاه شما استراحت کردنی هم نیست. امروز این مصیبت بالای سر مردم آمد. حکومت که میخواد اینها رو کرانتین کند، دیگر در اون جاهای خراب و ولنگار نه، در جاهای بهتر، از آن جمله در اون آسایشگاه ها و دچه های خودتون که دارید و از پول مردم ساختید. هیچ گپ ندارد یک هفته، 2 ماه، 3 ماه تا وقتی که این مشکلی هست در اختیار مردم گذاشته شد. از آن جمله چند تا آسایشگاهی که حکومتی بودن، دولتی بودن، از مردم بود،
امروز خصوصی شدن، مثل زمرد، مثل شاهنبری، مثل بهارستان که بهترین آسایشگاه زمان شوروی بود و اون از پول ملت ساخته شده بود. امروز در اختیار بعضی افراد نزدیک به حکومت قرار دارد. اونها هم در اختیار مردم بگذاره تا حداقل مردمی که کرانتین میشوند، دور از زن و فرزند هستند، در این شرایط بهتر به سر ببرند. و پیشنهاد دیگر و خیلی مهم است که از طرف مردم شده است. مردم پیشنهاد میکنند، ما هم جانبدار هستیم که تا آخری سال، تا اون دوره که بحران اقتصادی، نه تنها کرونا ویروس بلکه این بحران اقتصادی پس سر می شود، همه گونه جشن و جشنواره و مراسم ها و جمع آمدهای مردمی که هم خراجات دارد هم مردم را جمع میکند از بین برده شود، اونها موقتا قطع کرده شوند و این مبلغ هایی که میلیون ها سومانی برای این لباس ها و برای انسمبل و برای رقص بازی خرج می شود، اینها را صرفه کنیم برای پیشگیری از کرونا ویروس، برای کمک به کمبیزاتان، برای آوردن مهاجرین از راههای دور، از روسیه، از فرودگاه های دیگر. نگویند کسی که پول نیست، مبلغ نیست. بله، تاجیکستان ما مبلغ کم دارد، اما همون قدر پول دارد حکومت در اختیارش که در همین شب و روزهای دشوار در خدمت مردم باشد، مردم را به پول بیارد. سرچشمه‌اش همون که چهاربینی‌هایی که مردم پیشنهاد کرده بودند که قطع کرده شود، جشن‌ها، مراسم‌ها، این رقص و بازی‌ها، تا گذشتن از این مرحله این حتما که یک قسمی از مشکلات را حل خواهد کرد. خب، و یک پیشنهادی که دوستان عزیز هم جنبه اقتصادی دارد و هم جنبه انسان دوستی دارد، هم جنبه سیاسی. و من فکر میکنم شاید که مهمترین پیشنهادی که مردم کردند و ملت را از حالت این دشواری روانی بیرون میارد، شاید این پیشنهادی آخر باشد. پیشنهاد این است که مثل که در دیگر کشورها کردن و کرده ایستادن، تمام محبوسانی که سینشون بالای 60 هست، نوابسته از ماده محکوم شدهشان، جنایتشان، از منصوبیتشان به حکومت، به اپوزیسیون، به هر کی باشن، از زندانها آزاد کرده شد. کسانی که سینشون بالای 60 است. چرا؟ یکم اینکه اینها دیگر در حالت بین هم دشوار قرار دارند. بعداً تجربه این جهانی نشان داد که اگر خدای نکرده این ویروس سرایت کند به مردم، به کارخانه‌ها، به زندان‌ها، به جاهای مردمی، اولین کسانی که قربانی این ویروس میشوند این کسانی هستند که سینه‌شون بالا هست، بالای 60 است. این را دیگر آمار میگن، این را علم میگن، این را اپوزیسیون نمیگن. بنابر همین پیشنهاد ما این است که تمام زندانی‌های بالای سن 60 بدون کدام استثناء از زندان آزاد کرده شوند. اما زندانی‌هایی که پایین از سن 60 هستند باید که به طور فردی نگاه کرد. کسانی که برای جامعه خطرناک نیستند آنها را میتوان برگردون به منزل‌هایشان برای یک مدتی که این بحران پس سر شود. و کسانی که کاملا یک دیگر به خطر هستند، مدت زیادی زندان را پس سر کردند یا عفو میشوند سالهای بعدی، نباید منتظر شد، اونها رو رها کرد، آزاد کرد، بروند دیگر. این هم یک عمل انسان دوستانه هست، هم ملت رو در این حالت دشواری روانی که ما گفتیم بحران اقتصادی در پیش است و مردم زیاد در داخل کشور بیکار خواهند موند، این مردم هم دیگر از این حداقل در پیش زن و بچه، خانواده، فرزندان خواهند موند و یک اقدام انسان دوستانه می شود. اما از لحاظ اقتصادی چی فایده دارد؟ شما میدونید که هر یک زندانی که در تاجیکستان وجود دارد براش از بودجه پول جدا می شود. حالا این پول به اون زندانی میرسد نمیرسد، اما از روی معیارها برای خوراکش، برای بهداشتش، برای گرم کردن، برای لباسش و برای اون مسئولینی که این زندانها رو نگهبانی میکنن معاش هست، پول جدا می شود. این فشار بالای بودجه دولت است. شما تصور کنید که اگر چند هزار زندانی آزاد شود، هم از لحاظ خوراک، هم از لحاظ لباس و هم از لحاظ خراجات دیگر با بودجه دولت که به این هم در یک حالت دشوار قرار خواهد داشت، یک کمی سبکی می آید. و من فکر میکنم که یکی از پیشنهادهای خیلی هم مهم و کارساز هم که از طرف مردم شد همین است و امیدوارم که مقامات آن را جدی خواهند گرفت. و این مجموعه پیشنهادات است که از طرف مردم بود. البته پیشنهادات خیلی زیادند، بیشتر از
25 پیشنهاد رو ما ثبت نام کردیم. اما اون پیشنهادهایی رو گرفتیم که اولش اینکه از طرف بودجه دولت زیاد مبلغ نمیخواهد، دوم اگر مبلغ هم بخواهد اون حتما خود را زود بازپس میکند، جبران میکند و خیلی هم مهم هستند. اما اون پیشنهادهای دیگری که وارد این لیست نشد، من خواهش میکنم از جامعه، از مردم، از کارشناسان، از رسانه‌ها و از هر کسی که در ذهنش پیشنهاد میآید این لیست را پورتر کنند، این را کامل کنند. و از مسئولین پیمان ملی هم خواهش میکنم بخصوص از بخش اطلاعات و رسانه‌ها که هر چه زودتر این پیشنهادها را در شکل یک حجت در خدمت مردم و مسئولین بگذارند. اصلا فکر نکنند که پیشنهادها حالا پخته نیستند یا شاید که از لحاظ علمی و از لحاظ کارشناسی زیاد سوخته نشدند. دنبال این چیزا نباشه. مهم که ماهیت این پیشنهاد هست. بگذار متخصصان این را باید پوره کنند، بگذار کارشناسان نظر بگن، بگذار پیشنهادهای دیگر شود. مردم مهم که پیشنهادهای خود را کنند، اگر میخوان علاوه کنند بر اینجا یا در یک شکل دیگر پیشنهادهای علاوه خود را به مقامات برسونند. مهم این که چون که پیشتر هم گفتم حکومت به این پیشنهادهای مردم جدی مناسبت کند و مردم هم به تمام دستورها و پیشنهادهایی که از طرف مسئولین گرفته می شود بخصوص برای انجام این چاره‌های فوری کمک خود را دریغ ندارند. خب در آخر من دیگر فرصت رو به استودیو میدیم چون خیلی طولانی صحبت کردم و اگر سوال‌هایی هست، اگر گفتنی از پیشنهادی هست، ما در خدمت هستیم و چون که پیشتر هم گفتیم یک طولانی شد این تنفسی ما، انشالله برنامه داریم که در آینده نزدیک این نمود صحبت ها و سوال و جواب ها با مردم بیشتر شود. حالا با اجازه شما من بیایم با اون سوالی که یا سوال هایی که مردم دادن، خیلی سوال ها وارد شده است و تلاش میکنم که کوتاه با آنها جواب بگم. یکی از تماشابینان سوال داده است در حالی که در تاجیکستان تا حال یگان حالت کرونا ویروس ثبت نشده است، چرا شما اینقدر واهمه میکنید؟ بهتر نیست که شما خاموش باشید یا خاموش استید؟ بله دوستی عزیزم، من در اول صحبت گفتم که خدا را شکر که در تاجیکستان این حالت کرونا ویروس ثبت نشده است، اما صحبت های ما کرده ایستادیم کمتر به خود کرونا ویروس ربط دارد. اگر شما اهمیت داده باشید، ما بیشتر درباره مرحله بعد از ویروس صحبت کرده ایستادیم، چون که دیگر تکرار نمیکنم، طولانی صحبت نمیکنم در این موضوع. نه تنها تاجیکستان، منطقه پساشوروی و جهان وارد یک مرحله پسا ویروسی شده ایستاده است و مسئله رو خیلی ساده نبینید شما. حالا باز تکرار میکنم که اینجا وقتی هنگامه و واهمه نیست. اون کسانی که میخوان مردم را گیپناز کنن با رقص و بازی، با آرام کردن، شاید که اینم یک کاری بدی نیست، اما یک مرحله کوتاه تاثیر دارد. یک هفته میگذرد، 2 هفته میگذرد، وقتی که مردم از این میبینن که فشار اقتصادی بالاشان زیاد شد، پول نیست، جای کار نیست، دیگر مردم از این رقص و بازی شما بیزار میشود. مردم در وقتش برژنو گفته بود که اگر نان باشد سرود هم میشود. خب با شکمی خالی، شکمی گرسنه، یک روز 2 روز 1 هفته میشود رقص و سرود داشت. بعدن دیگر باید که دنبال پیدا کردن نان شد. این فکرهای ما، این پیشنهادهای ما دوستی عزیزم به خود کرونا ویروس هیچ ربط ندارد. این مسئولیت حکومت است، مسئولیت وزارت تندرستی است و مسئولیت شهروندی ما و شما است. آن چیزی که ما گفتیم به مرحله بعد از ویروس 6 ماه 1 سال دیگر است که تاجیکستان با اون دچار حتما خواهد شد. یک سوال دیگر آمده است. یکی از مشکلات پیشگیری از انتشار آن شفاف نبودن در تقدیم معلومات و پنهانکاری است. به نظر شما تا چه حد مقامات تاجیک در این مورد شفاف نبودند؟ من پیشتر هم گفتم دوستی عزیز که متاسفانه مقامات تاجیک نه در تنها در این مسئله، در عموم شفافیت رو رعایت نمی‌کنند، اعتماد مردم را از دست دادن. حتی در بعضی مسئله ها، من این رو باید اعتراف کنم، در بعضی مسئله ها من میبینم که حکومت درست میگوید، رسانه‌های حکومتی درست گفته ایستادن در همین مسئله، اما تا اون حد دروغ گفتن قبل از این، تا اون حد مردم را فریب دادن، همه مسئله رو آمیخته کردن، تهمت کردن که دیگر به همون حرفای درستشون هم مردم متأسفانه اعتماد ندارن. برای همین من در صحبتم گفتم که وقتی آن رسیده است که
در این مرحله آینده اعتماد بین حکومت و مردم شکل بگیرد. حکومت هم تلاش کند که از این به بعد دیگر از حد زیاد واهمه و هنگامه نکند، از حد زیاد دروغ نگوید، از حد زیاد تلاش نکند که مردم را در یک حالت گیپنوز نگه دارد. مثلا بیاد خبرها را طرز فیلتر کنند که همون خبری که به نفع حکومت است اون را پخش کنند و اون خبری که به نفع حکومت نیست اون را از مردم پنهان بدارند. در این شرایط اینترنتی دنیای دیجیتالی شده است، دیگر رقمی شده است، اینترنت است، مردم از دیگر سرچشمه معلومات رو بالاخره پیدا میکنند، دروغ شما آشکار میشه. بنابراین من پیشنهادم این است که تا این وقت هر چیزی بود نبود از این به بعد تلاش کنید که شفاف باشد با مردم و منم از مردم دعوت میکنم که با اون آماری که مقامات رسمی از این به بعد بخصوص در مسئله کرونا ویروس میدهند اعتماد بیشتر داشته باشند و این به نفع همگان خواهد بود. خب سوال دیگر اومده است چرا همه کشورهای دنیا از جمله کشورهای آسیای مرکزی همگونه چهاربینی‌های نوروزی و جمع آمدهای مردمی را بیکار کردند؟ چرا در تاجیکستان برعکس همه دنیا معرکه‌های نوروزی را با آن مرشرافگاهی که یک ماه پیش شروع شده بودند با تنتنه جشن گرفتند؟ خب من در صحبت گفتم دوستی عزیزم، برای منم این سوال باز هست و جواب ندارم. من هم مثل شما که چرا ما برخلاف منطق جهانی حرکت میکنیم، جهان به یک سمت رفته ایستاده است، ما به سمت دیگر. بعضی ها در تحلیل‌هاشون میگویند که این شاید ربط دارد به اون مبلغ‌هایی که برای نوروز خرج شد و یک قسم از مسئولین و مقامداران چون از بودجه دولت برای نوروز و جشن پول جدا میشد اینا را آبولای کردند و دیگر نمیتوانستند برگزار نکنند. شاید به این خاطر بود که من شخصا خودم به این دلیل چندان دلیل قوی نیست. اونایی که آبولای کرد آبولایش کرد. اگر رهبریت بالای دولت سفارش میداد که برگزار نکنید، اون مسئول پایان که مبلغ رو خرج کرده بود میگه من خرجش کردم، حالا شما که نمیگذارونید نگذارونید، تمام دیگر. اما مسئله در این نیست. من فکر میکنم که مسئله بیشتر جنبه سیاسی دارد و شاید یک کمی جنبه روانی. اینجا باید روانشناسان بیشتر کار کنند که چرا ما برخلاف منطق جهانی رفتار کرده ایستادیم و حتی برخلاف منطق آسیای مرکزی رفتار کرده ایستادیم. اینجا من چرا میگم مسئله روانشناسی هست. شاید در ما یک مشکلی تیبی دیگری هست که دیگر به جامعه ربط ندارد، به افراد خاص ربط دارد که این را بعضی مریضی‌های هست که اینو مریضی‌های ستاره‌ای میگن، زیوزنه بلیز، منمنی ها هست که حالا مهم که آن چیزی که من میخواهم باشد بشود، نه آن که آن چیزی که ملت میخواهد یا برای ملت لازم است. اون من وقتی که به حالت مریضی رسید اونقدر بزرگ میشود که ما را خاموش میکند، ما را در خودش خفه میکند، پنهان میکند. من یک نفر است، ما ملت 9 میلیون. این من هر روز به روز بزرگتر شده ایستاده است، کلانتر شده ایستاده است، اپیتیت و خواهش و طلباتش بیشتر شده ایستاده است. ما اون 9 میلیون هر روز در سایه این من نابود شده ایستاده است، خرد شده ایستاده است. مشکلاتش دیگر دیده نمیشود. یک قسمش در فرودگاه ها نالیش میکند. من یک نوار را دیدم، این شهروند بیچاره در قزاقستان به فکرم از الماتی صحبت میکرد. یک جوان میگفت که بجای آنکه طلب کند از حکومت که به انصافا ما را از اینجا رها کنید، این خواهش میکند، زاره میکند. این مثل همه تاجیکا را که مجبور کردن که دیگر خوش آمد بگوید، تملق کند، از نمیدونم جناب عالی و از کیم کدام زاره میکند که به ما کمک کنید. بجای آنکه بگوید که وای به انصاف پول ما را خورده ایستاده، این وظیفه جانیت است، ما را از اینجا برهان. اگر نه من در انتخابات بعدی به تو آواز نمیدهم، به یک رقیب تو آواز میدهم، با عبدالغفار فصل نمیدونم یا با یک نامزد دیگر اعتراضا با اون آواز میدهم. وقتی که مسئله رو این خیلی ملت گذاشت مجبور میشه. اما چیکار کنیم؟ این مسئله به حدی رسیده است که دیگر مشکلی را دوستی عزیز من در همین میبینم. مسئله دیگر این پول و مبلغ نیست، مسئله فراتر از این است. در اینجا باید که به نظر من روانشناسان بیشتر کار کنند و نظر بدهند. خب یک سوال دیگر آمده است. اگر رفت کرونا ویروس به تاجیکستان رسید، خدا نکند،
آیا حکومت قابل کنترل کردن این وبا را دارد؟ بله، من فکر میکنم که حکومت تاجیکستان حتی اگر خدای نکرده و تاجیکستان هم این وبا رسید، حکومت تاجیکستان این قدرت را دارد. و چرا دارد؟ برای که کارهایی که تا امروز کرد بغیر از همین یک کارهای غیر منطقی هفته اخیر، دیگر کارها درست بود، توانست پیش راهی وارد شوی وبا را بگیرد و بعدا تجربه جهانی در این لحظه خیلی زیاد شد. الکی امید داریم که تا اون روز واکسن هم تیار بشود، روزهای نزدیک. تکنولوژی معلوم است، روش‌های مبارزه با ویروس معلوم است. خیتای آماده است که کمک کند، اروپا آماده است. آلمان که خودش گرفتار کرونا ویروس است، 1,000,000 یورو فقط برای مبارزه با کرونا ویروس به تاجیکستان جدا کرد الکی و این یک کمک خیلی بزرگ است. البته خواهش ما این است که این مبلغ، حداقل همین مبلغ دزدیده نشود و مردم را خریش جهان نکنید که وقتی که از دنیا برای کرونا ویروس مبلغ میگیرید، پول میطلبید و باز میرید نوروز برگزار میکنید از بودجه دولتی، میگید ما در بودجه پول نداریم. این خیلی کاری بد است. اما دوستی عزیزم، اگر با همین روشی که الان هست، خدای نکرده اگر وارد شد این ویروس، حکومت تاجیکستان من باور دارم که میتواند این کارو کنه و ما هم باید کمک کنیم. مردم هم باید در این مسئله به حکومت کمک کنه تا اینکه بتواند کنترل کند. اگر مردم ایتالیا به حکومتش کمک میکرد و اون آزادی از حد زیاد که مردم ایتالیا و اسپانیا رو میدونید، رقص و سرود و نوشیدن رو دوست می‌دارند، خوشگذرانی رو دوست می‌دارند، توصیه حکومت رو نگرفت. امروز یکی از آمار از همه بیشتر در دنیا در همین دو کشور هست و حالا خودشون میگن که ما سلامتی ما رو قربانی وقت گذرانی و خوشگذرانی کردیم. گفتیم که این فرهنگ ملی ایتالیا هست، اسپانیا هست که باید همیشه رقص و بازی کند و خوشگذرانی کند. حالا دیگر وضعیتشون رو دیدید که چی میشه. بنابر همین خواهش میکنم که از توصیه‌های مقامات دولتی پیگیری کنید تا اینکه حکومت هم تواند کنترل کنه. خب اگر این ویروس تا 4-5 ماه ادامه کند، روندش در جهان، تاجیکستان گرفتار این ویروس نشود، به مرزها بسته ماند، حکومت تاجیکستان تا چه درجه توانایی ایستادگی دارد از لحاظ اقتصادی؟ در این حالت تامین جای کار و غیره را تامین کردن میتواند حکومت تاجیکستان؟ ببینید دوستان عزیز، شاید اگر شما میدانستید که من همین سوالها را در صحبتم میگویم و همین صحبتی من بخشیده میشود به چاره‌های فوری که حکومت تاجیکستان چیکار کنه تا اینکه این مرحله بعد از ویروس را ما سپری کنیم، شاید این سوالها پیدا نمیشه. اما من باور دارم که اگر حکومت تاجیکستان این پیشنهاد و توصیه‌ها را جدی بگیرد و دیگر توصیه و پیشنهادهایی که متخصصان میکنند، جامعه شهروندی میکنند، جامعه جهانی میکنند، اگر تمام پهلوهای منفی این بحران را هم نتواند پیشگیری کند، یک قسم زیادش رو میتواند پیشگیری کند. چندین عامل هست که باید اینا با هم جمع شوند تا اینکه این حالت رو ما با تلفات کمتر پس سر کنیم. اگر حکومت تاجیکستان همین پیشنهاد را جدی بگیرد و اون قسمتیش را که انجام دادنی نیست باید شفاف و آشکار بگوید که من این پیشنهاد پیمان ملی را درباره بیپول کردن راه اجرا نمیکنم. دلیلم 1 2 3 4 5. ما دلیل ها رو بشنویم. شاید که بر ضد دلیل های آنها گفت و اصطلاح کانتر دلیل داریم، ما باز گپ میزنیم و همین طریق پیشنهادهای دوم، سوم و دیگر پیشنهادهایی که مردم میکنن، اگر مردم شفاف صحبت کنند، حکومت هم شفاف مناسبت کند، من باور دارم که یک مقدار از فشار این بحران ما کمتر کرده میتوانیم. اما مطمئنا نه تنها حکومت تاجیکستان، یگان حکومت دنیا نمیتواند تمام عاقبت‌های این بحران را پیشگیری کند و برای اون راه حل داشته باشد. اما چرا ضرر اساسی را کشورهای ضعیف میبینند، مثل تاجیکستان، قرقیزستان و کشورهای دیگر افریقایی که از روی تمام نشاندادهای اقتصادی اجتماعی در یک سطح هم. مثلا شما تمام ریتینگ ها رو ببینید، اگر چه مربوط به حقوق بشر باشد، به اقتصادیات باشد، کروپسیا باشد، تاجیکستان در احاطه چند کشور افریقایی هست و
مثلا قرقیزستان از یک طرف در مسئله اقتصادی و ترکمنستان در مسئله آزادی. یعنی ما تقریبا جز همون کشورهای آسیب پذیر هستیم. اگر ما این آمادگی را نداشته باشیم طبیعی است که ضرری بیشتر خواهیم دید. چرا؟ روسیه از حساب اون فوند ذخیروی که داشت، فوند استابیلنستی، برای یک سال دو سالش میتواند مبلغ جدا کند. اروپا میتواند از اون پولهایی که دارن در اختیارشون، حتی پول بعضی کشورهای اروپایی تا حد در بانک‌ها زیاد است که به شهروندانش قرضی به فایز میدهند. مهم که این پول در اقتصادات بچرخد. نروژ میلیاردها دلار از پول نفت ذخیره دارد. آلمان و امریکا هم. اینها میتوانند اقتصاد خود را از حساب خرج این ریسورس های داخلی بچرخانند. اما تاجیکستان ما این آمادگی را متاسفانه ندارد. چرا؟ تاجیکستان فقط قوه کاری استحصال میکند. حکومت تاجیکستان همون 100,000 150,000 ختم کننده ای که مکتب ها رو در یک سال تمام میکند، اینها رو همچون قوه کاری یک قسم رو وارد دانشگاه میشن، یک قسم دیگر میروند برای کار در روسیه. اینها باید پول بفرستند و حکومت تاجیکستان این پول های فرستاده رو برای جشن و نوروز و رقص و بازی اینها خرج کنند. اما یگان فوند ذخیروی برای این حالت های بحرانی که مثلا چند میلیارد دلار باشد اینها وجود ندارد. اون خبرهایی که گفتن ما 2 سال ذخیره داریم برای حالت های بحرانی، من باور دارم که برای 6 ماه هم ندارن. این فقط برای آرام کردن مردم است. ولی اینم خوب است، بگذار مردم ها فکر کنن که حکومت در ذخیره‌اش برای 2 سال این ذخیره رو دارد. اصلا کنی همون انبارها در کجا نگه می‌دارن؟ چگونه اون ذخیره رو 2 سال اینها نگهبانی میکنن؟ اینا یک حرفای بی اساس است. اما ملت پول دارد. شما دوستان عزیز پول ملت رو از پول بودجه جدا کنید. ملت پول دارد، فقط در اختیار ملت نیست. اون حالا رقم هایی که تا شده که از سرچشمه‌های گوناگون به دست ما رسید، از 7 تا 10 میلیارد دلار در صورت حساب‌های خصوصی که در آفشورها در وجود دارد از کسانی که نزدیک به حکومت هستند، عضو خانواده یا کسانی که در مقامات کار میکنند، اینا پول ملت هستند اما در اختیار ملت نیستند. سوال این است که آیا ملت میتواند در روزهای دشوارش در آینده اگر لازم شود این پولها را برگرداند یا نه؟ این سوال خیلی باز هست. جوابش هم برای من آسان نیست. اگر گفتیم که روسیه از ذخیره‌های خودش میتواند از پول نفت و گاز خرج کند، ملت‌های دیگر میتوانند از ذخیره‌ها ایران، عربستان خرج کنند، تاجیکستان پول ذخیره ما در صورت حساب‌های شخصی منصبداران در خارج هست. من فکر نکنم که حکومت تاجیکستان راضی باشد این منصبداران خودش را مجبور کند که اون پولهایی که از پاره و رشوه از مردم گرفتن، چه در صورت حساب‌های داخلی و خارجی ماندن، اونها را برگرداند. نه قدرتش میرسد به این، نه این خواهش را دارد و اگر برگردانند باید خودشون پولهای خودشون رو سپارند که این کار را حتما نمیکنند. اما ملت آیا میتواند این کار را کند؟ تنها یک شرایط میتواند این را با تامین کند، اون که حالا نمیخواستم در اینجا صحبت کنم چون بحثی بحران هست. یک حالت دیگر شود که یک حکومت دیگر سر کار بیاید و مثل که در دیگر جاهاش شد، مثلا میرزیایوف سر قدرت که آمد، امروز دختر کریموف میگوید که مرا از زندان آزاد کنید، من همین صدها میلیون دلاری که برده بودم به خارج خودم یارم بسپارم. جواب میرزیایوف میدونید چی بود؟ این بود که نه، تشکر در کار نیست، این پولها رو ما خودمون میاریم مکن، خدا در همین زندان میشینیم. آیا ما میتونیم در تاجیکستان این شرایط رو با وجود بیاریم که یک حکومت مسئولیت شناس و ملی بگوید که خب اکنون دیگر خیلی خوب ملت نیاز دارد، چه قدرش رو خورده در خارج خورده، اکنون این پولهای ملت باید برگرده. من این بحث رو، این سوال و جواب رو، این موضوع رو به یک وقت دیگر میگذارم. الان بحث بحران است و بحث آن است که چیکار کنیم همین حکومت فساد زده دوز رو کمک کنیم که ملت رو از این بحران یک کمی هم باشد برهاند و بحران از این بیشتر نشود. اما بحث پولهای ملت رو باز در وقت دیگر خواهیم کرد. خب یک سوال دیگر اومده است. در روسیه که صدها هزار شهروندان تاجیکستان کار میکنند و همه مرزها بسته هستند، به نظر شما آنها باید چی کنند؟ و وظیفه حکومت در راستای اونها چیست؟ من الکی گفتم حکومت بلافاصله از همین روز، از فردا
تمام بلیط ها رو بپول کند، هواپیما بفرستد بیارد اونهایی که میخوان تاجیکستان برگردن، اما اونهایی که نمیخوان به تاجیکستان برگردن و کسانی که در خارج کشور هستند. من از همگان خواهش میکنم که اگر جای کار دارید و باید که سری کار بروید و هنوز هم خوشبختانه جای کار رو از دست نداده، با رعایت اون دستورات و توصیه‌های گیگینی برید به سری کار و ریسک خود و مردم تاجیک رو هم تامین کنید. اونهایی که در اروپا هستن، اونهایی که در جاهای دیگر هستن، من خواهش میکنم از همگان هر چیزی که هر توصیه که مسئولین میدهند، از آن جمله امروز که به من هم به خانواده ما هم توصیه دادن، با زن و فرزندان ما همه در خانه نشستیم فقط با اجازت مقامات برای خرید مواد خوراکه بیرون میرویم، دیگر در منزل هستیم، کار رو از منزل انجام میدهیم. اما اون چیزی که از ما طلب می شود خواهش این است که در همین شب و روزها نوبسته از اون که در کجا هستیم در پهلوی مردم و ملت و حکومت باشیم، کمک کنیم با مشورت، با توصیه ها. و من باور دارم، من امید دارم و خداوند رو دعا میکنم که در این شب و روزها، بخصوص که در این جشن بهار که طبیعت دارد زنده می شود، مردم میخوان این سال رو مثل همین بهار با خوشی و خرسندی گذرانند، پروردگار به حال ما رحم کند، به حال این مردم و ملتی اذیت کشیده، بخصوص به حال مهاجرین ما، به حال زندانی های ما که یک کمی هم باشد هم به حکومتداران انصاف بدهد، هم به مسئولین ما وجدان بدهد، هم به مردم ما این درایت و مسئولیت شناسی را بدهد که در یک جایگی بتوانیم هم مشکل مهاجرین را حل کنیم، یک کمی هم باشد از درد زندانی ها سبکتر کنیم. اگر حکومت این پیشنهادات ما را قبول کند، زندانی ها یک قسمش آزاد شوند، مهاجرین برگردند در یک شرایطی بهتر، در یک حالت روانی بهتر، در یک فضای بدون خصومت و دشمنی، بدون دشمن تراشی، بدون آنکه بگیم حکومت یا اپوزیسیا، این مرحله رو پس سر کنیم. باز تکرار میکنم، حکومت تاجیکستان اونقدر کمبودی ها دارد، اونقدر جنایت ها کرده است که اصلا می ارزد، حق داریم که بگوییم. اما شاید در یک مدت، در یک مرحله زمانی وقتی اون رسیده است که باید از انتقادهای زیادتی خودداری کنیم، بخصوص در موضوعهای بحرانی، در مسئله کرونا ویروس، در بحران اقتصادی تلاش کنیم که توصیه بدیم، پیشنهاد کنیم تا اینکه حکومت هم احساس کند که ملت، مردم، حتی اپوزیسیا هم در همین روزهای دشوار از آن که بیاد بیشتر انتقاد کند، بیشتر پیشنهاد کرده احساس است. اما اگر حکومت پیشنهادها را قبول نکرد و توصیه مردم گوش نداد، خدای نکرده این عملهای غیر منطقی خود را ادامه داد، این دیگر نه تنها حق ما هست، این وظیفه ما هست، واجب است برای ما، هم واجب فرض شهروندی است، هم دینی است، هم انسانی است که بیایم بگیم که از این راهتون برگردید. خب تا این روز اشتباه کردید، جنایت کردید، کافی است، دیگر ملت توانی برداشت از این بیشتر رو نداره. در اون شب روز ما حق داریم و وظیفه‌دار هستیم که باز تنقید کنیم، اما این به معنای نیست که از آشکار کردن کمبودی ها خودداری کنیم. باز تکرار میکنم، همون آشکارگویی که جامعه شهروندی فعالان کردن، ببینید چقدر مشکلات مردم رو آسان کرد. این را دوام بدهیم. من باور دارم که انشالله خداوند هم در شب و روز ما رو تنها نخواهد گذاشت، ملت هم با ما خواهد بود و در یک جایگی میتوانیم این روزهای دشوار رو پس سر کنیم. دیگر بیشتر از این وقت شما رو هم نمیگیرم. تشکر برای آنکه وقت جدا کردید و این صحبت‌های طولانی ما رو شنیدید. انشاءالله که در نزدیکترین فرصت در موضوعهای دیگر باز در خدمت هستیم. حالا اگر نمیدونم استودیا برادران اگر بگن که سوال‌های دیگری نیست، من با همین صحبت خود رو خاتمه خواهم بخشید. حالا میبینم که بعضی سوال‌های دیگر رو آوردند و نمیدونم خب اگر کسانی که وقت ندارن طولانی شد میتوانند خاموش کنند بروند، اما نمیتوانند جواب نگویند به سوالهای مردم تا اینکه به احترامی نشود. بخصوص بعضی از دوستان از فابریکه جواب خواهش کرده بودند در گذشته که من طولانی صحبت نکنم، چون گفتن اونا وظیفه دارن، مجبورن که تا آخر صحبتی من بشینند و کامنت بنویسند و سوال و جواب کنند. راهشون دور است، بخصوص این روزا که روز استراحت است. من از اونم
معذرت میخوام و خواهش میکنم که بروند دنبال کارشون، این مسئولیت خود رو بعدا انجام خواهند داد. اما کسانی که وقت دارن، فرصت دارن، در روز استراحت هست بشینن، من آماده سوال جواب با ایشان هستم. خب سوال آمده است که چرا دری مسجدها را به خاطر منتشر نشدن کرونا ویروس بستند، ولی بعدتر یعنی پیش از نوروز اجازه نمازهای جماعت و جمعه داده شد. سبب در چی بود؟ حتی در سایت خاور به نام عبدالرحمن مولانوف ما شکرانه میکنیم که در این وضع در این مساجد ما گشاده است، اما نباید از چنین شرایط سوء استفاده صورت بگیرد. نشر شد. سبب در چیست؟ حالا کسی هم در خاور در هر جای نوشته است، درست گفته است که اگر در این مسجد باز است معنی ندارد که ما سوء استفاده کنیم و بی‌پروایی کنیم و برویم به مسجد اگر مسئولین توصیه میدهند که در خانه بمانند. ببینید، من تا حال نشنیدم در تاجیکستان که کسی توصیه داده باشد از مقامات رسمی دولتی، نه از وزارت تندرستی، نه از سن اپیدستانسیا، نه از یگان نهاد دیگر، که مردم را دعوت کرده باشند که در خانه ها بمانند. وقتی که حکومت توصیه نمیکنه دیگر مردم درست است که بازار میروند، مسجد میروند، دانشگاه میروند و کسی نمیتواند پیش روی آنها را بگیرد. اما یک چیز رو مسئولیت شخصی میگن، یک چیز رو آگاهی فردی میگن که این دیگر ربط به توصیه و دستورات حکومت ندارد. اگر مسئولیت شخصی ما بالا هست در پیش خودمان، فرزندان، جامعه، حالا اگر حکومت هم توصیه نکرده باشد، مردم باید خودداری کنند از جمع شدن در جایهایی که احتمال پنجشوی ویروس هست. حالا دیگه فرق نداره این مسجد است، این مکتب است، دانشگاه است. حالا اگر حکومت هر کاری که کرد مردم رو پیشگیری نکرد از جمع شوی در مثلا جشن نوروز، این شاید در بعداً کند، اما خواهش میکنم از مردم که خودشون رعایت کنند. اما چرا در اینجا بعضی ها متاسفانه باز از همین سوء استفاده کردن؟ من فرستادن یک عده از موادهایی را که در شبکه‌ها نشر شده است. بعضی آدمان اغواگر که در شبکه‌ها اغوا می‌اندازند، همیشه در مسائل دینی به عصب دینداران میرسند، آنها را تحریک میکنند برای جوابهای تون، تا اینکه بعد بگن که اینها ببینید اینا افراطی هستند. اینها یکی از این به انصاف‌های پرووکاتورها نوشته است که خب شما پیشتر میگفتید که حکومت مسجدها را بسته است، حالا که مسجدها را آزاد کرد حکومت، چرا مسجدها همگی 30% مردم نمازخوانی میروید و پر نکردید مسجدها را؟ پس ایمان شما همین قدر است، پس شما اسلامتون، دینتون همین قدر هست. یعنی شروع کردن با مسخره کردن مردم. در ترازو ایمان مردم رو میسنجند با واسطه ویروس. یعنی این آدمی تحصیل کرده، این آدمی که خود رو کتاب خونده میداند، برابر یک افراطی، یک فناتیکی ناخوانده رفتار میکند. حالا یک متعصب دینی فکر میکند که مثلا فلان مزار او را نجات میدهد، میگوید که خب من از ویروس نمیترسم، او میرود قبر را بوسه میکند یا مزار را بوسه میکند، اون را زیارت میرود. و اگر کسی بگوید که این مزار بسته شود، او را تنقید میکند که این بزرگوار شفا میدهد. اون خدا رحمتی اگر شفا میداد خودش نمیمرد، خودش را شفاعت میکرد. حالا اون را میگیم که یک بیسواد است و متعصب است. این متعصب دنیوی ما، این پرووکاتور، باید به ناموس دیندارها، به احساسات دیندارها چنگ میزند. از یک مسئله که صرف طبی هست و گیگینی است، این را تبدیل میدهد به یک مسئله دینی. بعد باید این جوانهای حالا احساساتی و سرشور و حالا با ناموس تاجیک باید به این احمق باید جواب میگن، بعد میشود خرخشه. بعد نتیجه چی میشه؟ با 4 احمق دیگر باز گناهکار میکنند که ببینید این دیندارها چقدر متعصب هستند، یک حرف یک رقیب دنیوی خود را تحمل کرده نمیتونند. حالا در صورتی که این رقیب نیست، این دنیوی نیست، این اصلا تحصیل کردن نیست، این یک پرووکاتور است. من خواهش میکنم از همگان که باز تکرار میکنم داده نشوند به این گونه پرووکاسیون ها و حالا باز حواله کنند به خود حکومت که چرا این مسجدها را اول بست و بعد اجازه داد، آیا به خاطر نوروز بود یا مسئله دیگر. این را تحلیل کنند کارشناسان. و من پیشتر گفتم
برای من جواب نیست. هنوز روشن نیست که چرا حکومت این کار را کرد. برای همین گفتن که روانشناسان بیاین این مسئله رو بحث و بررسی کنند، چون این از تمام چارچوب منطق، علم، سیاست، اقتصاد بیرون است. خب شما با مهاجرین تاجیک که عدد کلانشان از مخالفین تاجیک هستند در پیشگیری کرونا ویروس چی توصیه می‌دهید؟ دوستی عزیزم، اولش این که من باور ندارم که عدد کلان مهاجرین طرفدار مخالفین هستند و از مخالفین هستند. این را هیچ کس حساب نکرده است. هیچ کس نمی‌داند که در داخل تاجیکستان چند درصد طرفدار حکومت است و چند درصد طرفدار اپوزیسیون است. در ما هیچ وقت انتخاباتی آزاد نبود که معیار باشد که بگویم که مثلا حزب‌های اپوزیسیونی مثلا در آلمان گاه 51% میگیرد، گاه 49%. اما در کشورهای دیکتاتوری همیشه حزب حاکم پیروز است، همیشه طرفدار بیشتر گیاه دارد. ما هم نمی‌ایم مثل دیکتاتورها رفتار نکنیم. هر کی در خارج است، در هجرت است، بگیم که نه همش طرفدار اپوزیسیون است. بله، طرفداران ما کم نیستن، خیلی زیاد هستند، اما مهاجرین را جدا نکنیم. من چی توصیه میگم؟ توصیه الکی دادم. خواهش میکنم که با تهلکه داده نشوند، آرام باشند و حق خود را در کجایی که هستند طلب کنند. از حکومت روسیه، از حکومت تاجیکستان و در تماس با رسانه‌ها باشند، با شبکه‌ها باشند، با نهادهای مردمی باشند، با پیمان ملی تاجیکستان باشند. ما هم در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. خب سوال دیگر است که کشور ایران برای این ویروس نو اکثر محبوسانش رو آزاد کرد. چرا حکومت کشور ما این کارو نمیکنه؟ من الکی این پیشنهاد رو کردم دوستان عزیز و امید دارم که حکومت تاجیکستان هم این کار رو میکنه. فقط یک ترس است، چون حکومت تاجیکستان همیشه هر پیشنهادی که از طرف اپوزیسیون یا جامعه شهروندی شد این را خیلی بد قبول میکند. من میترسم که همین پیشنهاد انسان دوستانه مردم را وقتی که ما کردیم باز حکومت چپ نگیرد مثل همیشه، حالا بگید که اینا طرفدار خودشون رو میخوان از زندان آزاد کنن یا به شکل دیگر این مسئله را قربانی همین بحثا نکند. من به همین خاطر میگم که بیاید بعضی مسئله را ملی نگاه کنیم، انسانی نگاه کنیم، از چارچوب بحث حکومتی و اپوزیسیونی بیرون کنیم. حتی بعضی همون طرفدارای ما هم که در زندان هستند اگر آزاد شوند این تنها یک عمل انسانی و به نفع تنها ما نیست، به نفع حکومت هم هست. جامعه جهانی، سازمان ملل طلب کرد در یک قرار ویژه خود از حکومت تاجیکستان که این زندانی‌ها آزاد شوند. حکومت تاجیکستان حداقل میتواند آن را جامعه جهانی را بگوید این توصیه شما را من اجرا کردم. اگر توصیه سازمان جهانی بهداشت را رعایت نکردم و نوروز گذراندم، حداقل این توصیه دیگر جامعه جهانی را من اجرا کردم. در عموم فکر میکنم که این به نفع همه هست و امید دارم که اجرا خواهد شد. خب شما حالا هم میگوید آمارهای رسمی را به حکومت واگذار کنیم. مگر شما حالا هم به آمار حکومت باور دارید؟ دوستی عزیزم، من در این مسئله من نمیگم به همه گپی حکومت باور کنید، اما در همین مسئله کرونا ویروس من به آمارهای حکومت‌ها، فقط حکومت تاجیکستان، به حکومت آلمان، به حکومت استرالیا، به حکومت آمریکا، به حکومت ایران، به حکومت تاجیکستان بیشتر باور دارم از اونه که به آمارها و ارقامی که از سرچشمه‌های غیر رسمی میآید. چرا؟ من باور ندارم اصلا همچنین انسانی مسئول، اگر من پرزیدنت باشم، وزیر باشم یا یک مسئول باشم، اصلا منفعت‌دار نیستم که ملت خودم رو فریب کنم و دادن آمار دروغ درباره ویروس مثل کرونا ویروس یک جنایت است، یک مردم فریبی هست. من منفعت‌دار نیستم. من باور میکنم که اعتماد دارم که حداقل در همین مسئله امام علی رحمانوف وزیر تندرستی، نامش رو نمیدونم، معذرت میخواهم، دیگر مقامات دولتی دروغ نمیگن، آمار آنها معتمدتر هست. اما دوستان عزیز بیاید یک بار دیگر به حکومت در این مسئله اعتماد کنیم. حالا اعتماد به معنای نه که اصلا شک نکنیم، این آمار رو بسنجیم، از سرچشمه‌های دیگر تحلیل کنیم و یک به اصطلاح اینم یک شانس است، یک کردیت است به حکومت که مردم ملت به شما یک بار اعتماد کرد، باور کرد. ببینیم که حکومت چه رفتار میکنه. اگر در همین جمع دروغ گفت، فریب کرد، و پس معلوم میشود که این حکومت دیگر دروغ جزئی سیاست و طبیعتش است. حتی در مسئله که با فایده خودش هم هست دروغ میگه.
چند بار شد که اگر راست میگفت با فایده خودش بود. مثلا اگر در حالت هم تروری، حادثه تروریستی دنقره که توریستا کشته شدند، اگر در اونجا راست میگفت، در حادثه که در مرز ترسونزاده شد این حادثه تروریستی یا بنوم تروریستی دیگر، اگر در اونجا راست میگفت، در مرگ زندانی ها اگر راست میگفت، نمیگفت این دروغ را که از نمیدونم خلیب یا از نان زهرآلود شدن، مردم اعتماد میکرد به حکومت. اما وقتی مردم ببیند که در همه جا دروغ میگه، در انتخابات دروغ، در حالت مریضی دروغ، در حالت تروریستی دروغ، در ضد اپوزیسیون دروغ، در جایی که باید همه راست بگن و حکومت باور کنن، حکومت دیگر از اعتمادی از اعتماد بیرون شده است، برآمده است و مردم باور نمیکنن. چرا مردم آلمان به هر چیزی که مرکل میگه باور میکنن؟ برای که به این باور دارد، اعتماد دارد که این حکومت دروغ نمیگن. اگر مرکل دروغ گفت، اپوزیسیون بلافاصله آشکار میکند، پیش راهش میگیرد و در انتخابات بعدی مرکل و حزبش رای نمیارند. اما در تاجیکستان چی؟ حکومت دروغ گفته است، کسی طلب نکرد، در پیش کسی جواب نداد و عادت کرده است. اکنون وقتی اون رسیده است. برای همین من گفتم که وقتی اون رسیده است که دیگر ما طلب کنیم حکومت هم گزارش بدهد، رحمانوف خودش شخصا گزارش بدهد، وزیراش، وزیر آلمان هر روز در تلویزیون هر شب در ساعت 9 گزارش میدهد. مرکل هر بیگاه گزارش میدهد، هر بیگاه. خب این چی کم دارد؟ این مگر متهم است از ملتش؟ بایترین کشور است، بایترین دولت است، به حکومت تاجیکستان هم پول یاردن میکند. چرا پرزیدنت تاجیکستان گزارش ندهد؟ آمار خودش نگوید. در تبریکات نوروزیش یک کلمه از کرونا ویروس هم یک چی نگو. برای چی؟ برای که طبع جنابان باید که ویران نشود. باید این فلاکت است، مصیبت اومده ایستاده است. بنابر همین من نه اینکه باور دارم، بلکه مسئله فرق میکنه، باید که یک کمتر اعتماد کرد. خب شما میگید همه با هم در پهلوی حکومت باشیم. در این قضیه ما میدونیم که حکومت در فکر مردم نیست، مگر شما حالا هم به همون استراتژی دعوت به صبرتون پایبند ماندید که همه را دعوت به همکاری و واگذار کردن مسائل به حکومت میکنید. آیا این خوشبینی است یا میخواهید پیامی مثبت باز هم به حکومت بفرستید؟ دوستی عزیزم، حتی در همین صحبتم من چقدر از حکومت تنقید کردم، گفتم و باز میگم که به این حکومت من باور ندارم. اما مسئله کرونا ویروس فرق میکنه دوستان عزیز. حالا همه چیز در اختیار حکومت است. مسئله نه تنها واکسین، مسئله پیشگیری کردن، ارتش، بیمارخانه ها، کرانتین کردن، آمار، هواپیماها، همه در اختیار حکومت است. اگر ما در همین مسئله با حکومت همکاری نکنیم، قضیه مهاجرین رو چگونه حل میکنیم؟ وضع کرانتین بوده ها رو چگونه حل میکنیم؟ چگونه ما اون پیشنهادهای خودمان رو که میخواهیم راه به پول شود، حالا ده ها پیشنهاد کردیم، اینا رو چگونه حل میکنیم؟ و این مسئله ربطی به خوشبینی من ندارد، ربطی به اون ندارد که من مردم رو دعوت به صبر کنم. من در کجا گفتم که مردم در همین مسئله صبر کنید؟ برعکس گفته هستم که مردم در این مسئله بیشتر شفاف باشید، گپ زنید، بنویسید. همون دو کار کردید درباره مشکلی فرودگاه ها و مشکلی کرانتین، بهترین کار بود. این دعوت به صبر نیست، دعوت به آشکار گفتن، دعوت به همکاری هست. اما خب چی بدی دارد در همین یک موضوع مشخص که بحران انسانی هست، بحران ملی هست و همه به گفت مردم اگر این آتش که آمد تر خشک را با هم میسوزاند. در همین جا حداقل مسئله را از منظر انسانیت رفتار کنیم. من نمیگویم که اینجا بیایم همه چیز را دیگر حکومت رو تعریف کنیم، نه، حکومت رو تعریف نکنیم. باز تکرار میکنم، اونقدر جنایت کرده است، اونقدر کمبودی کرده است، حتی در این مسئله کرونا ویروس اونقدر عملی احمقانه کردن که دیگر باید تنقید کرد. اما اگر ما میایم مردم رو میگیم که برای مثال مردم عزیز، نمازگزاران، دانشجویان، تاجران، بازارنشینان، اگر وزارت تندرستی فردا توصیه داد که بازارها بسته شود، مسجدها بسته شود، حرکت رو کم کنید، معامله خودتون رو با طریق حالا نمیدونم دیستانسیونی آنلاینی کنید، اگر بگیم که از حرف مقامات مسئولین
گوش کنید چی بدی دارد. من به خاطر مردم میگم، نه که به خاطر اون که تعریف حکومت رو کرده باشم. بنابراین دوستان عزیز خواهش میکنم مسائل رو از هم جدا کنیم. بله میدونم که خیلی مرا تنقید میکنن که همیشه در داخل کشور دعوت به صبر کردم، گاها دعوت به صبر میکنم. بله این فلسفه من است. من از اول طرفدار صبر بودم، البته نه در همه وقت. البته ترس و صبر رو باید از هم جدا کنین. بعضی آدما ترس دارن، این رو با صبر میپوشونن، میگن که من یک آدمی صبور هستم. نه، اون جایی که صبر هست تو ترس نداری، تو قدرت داری ولی صبر میکنی. میتونی به خیابان بیایی اعتراض کنی ولی نمیروی، این رو میگن صبر. اما اگر وقتی که قدرت نداری و جسارت نداری بعد میگی که من صبر کرده ایستادم، من میگم نه، این الکی ترس است، چون که تو جسارت این کار رو دیگر نداری. و وقتی که میگم که صبر کنید در جای خودش، وقتی میگم که همکاری کنید این رو در جای خودش، اما وقتی که میگم شفاف گپ زنید، تنقید کنید، اون مسئله دیگر است. این هیچ ربطی به مسئله صبر دوستان عزیز نداره. خب یک سوال دیگر، خدا نشان ندهد اگر رفت و در تاجیکستان این ویروس پیدا شود و چند کس فوتد، آیا احتمال دارد که حکومت از فرصت استفاده کرده زندانی سیاسی و یا نفرانی که در کمین حکومت هستند از بین ببرد؟ من فکر نمیکنم که مقامات دولتی تاجیکستان تا این حد احمق هستند که مثلا استفاده کنند زندانیان سیاسی یا بعضی نفرانی که در زندان هستند و بگن خب مریض شد و از بین رفت، این کار رو بکند. اگرچه باز هم اگر همون از فلسفه مردم استفاده کنیم، اون کسی که تا امروز جنایت ها کرد و این همه جنایت ها رو در داخل زندان و در بیرون زندان کرد، از دستش همه کار می آید. اما حکومت به فکر من در همین شب و روز باید منفعت دار باشد که جان هر زندانی را، بخصوص زندانی های سیاسی را گهواره که چشم نگه بدارد، حفظ کند، با آنها دارو بدهد، داروهای علاوگی بدهد، با آنها شرایط بهتر کند. چرا؟ حتی برای آنکه اگر آنها از مرگ الهی هم گذشتند، این سایه بر بالای حکومت خواهد افتاد که حکومت آنها را از بین برد. و چرا؟ برای آنکه حکومت تا این روز اونقدر جنایت علیه زندانی های سیاسی، علیه اپوزیسیون در هجرت، در بیرون کرده است که اگر یک زندانی سیاسی، یک نفر در یک جا حالا یک حادثه عادی هم شود، اولین گمانبر در ذهن مردم تاجیک حکومت جمهوری تاجیکستان است. برای چی؟ برای اینکه همیشه در پس جنایت‌های بزرگ، کشتارهای بزرگ، چه در داخل چه در خارج، حکومت جمهوری تاجیکستان ایستاده است و این کاری دستی آنها هست. بنابر همین از این بابت من فکر میکنم که دوستی عزیز، حکومت منفعت‌دار باید باشد که جان زندانیان سیاسی را حفظ کند، آنها را تبابت کند و اگر پیشنهادهای مردم را قبول دارد و کمتر وجدان و انصاف و انسانیت در آنها هست و مدافع خودشان هست، آنها را کاملا از زندان رها کند. چی شما را وادار کرده است که درباره وطن ما گپ زده ایستادید؟ ما به خودمان غمخوار داریم و به شما احتیاج نداریم. دوستی عزیزم، اون چیزی را مرا وادار کرده ایستاده است که امروز تمام دنیا را وادار کرده ایستاده. تمام دنیا در این باره گپ زده ایستاده است و حکومت آلمان هم که شهروند تاجیکستان است وادار شده ایستاده است که به همون غمخوار شما، میگه که ما خودمون حکومت غمخوار داریم، به همون حکومت غمخوار شما 1 میلیون یورو پول جدا کند که این کرونا ویروس رو پیشش رو بگیره. چی چیز حکومت آلمان رو وادار کرد؟ مگر اون که شهروند تاجیکستان هستن یا مگر اینکه قرضدار هستن از ما و شما؟ حس انسانیت وادار میکنه، حس مسئولیت شناسی وادار میکنه. ما هم که امروز در این باره گپ میزنیم تنها از همون حس وطنداری، مسئولیت شناسی و خودمون رو جزء همین وطن میدونیم. حالا شما غمخوار دارید، خدا بیشتر از این غم شما رو بخورد، خوشا به حالتان که شما غمخوار دارید. اما اون مهاجری که در فرودگاه دمدید و ونوک و در الماتا نشسته است و گیره میکند، اون غمخوار ندارد جز پروردگار، جز شبکه‌های اجتماعی، جز همین مردمی که دربارش گپ میزنیم. اگر همون غمخوار تو غمخوار ملت می بود، اون قبل از اون که این مردم به داد بیایند
بلیت رو از شرکت شخصی غمخوار شما 30-40 هزار نخرند، غمخوار شما بفرستاد هواپیمای ملت رو تا که آنها را بگرداند. چخیلی که پرزیدنت ازبکستان میرزیویف کرد، چخیلی که پرزیدنت های کشورهای دیگر کرده ایستادن، اینها را میگن غمخوار ملت. این آدم ها غم شما را میخورند، غم همون چند نفره که حالا در کجای کار میکنید، در کجای حالا معاش میگیرید یا پولتو میدین. حتی بعضی رو من باور دارم که بعضی آدم ها به خاطر پول هم نمیکنن همین احمقی ها رو، همین معذرت میخوام، همین خوش آمد و تملق و چاپلوسی رو. بعضی ها طبیعتشون همین است، بعضی ها حکومت دوست دارن. حکومت فرق ندارد، این حکومت دیکتاتوری است، حکومت دموکراتی است، حکومت است، حکومت رو دوست میدارن. شما دوست عزیز یادتون نرود که حتی گیتلر هم پیرو داشت، او هم پیشوا بود، طرفدار داشت، چنگیزخان هم داشت، تیمورلنگ هم داشت. بدترین دیکتاتور در دنیا اگر تاریخش رو نگاه کنید در وقت حاکمیتش طرفدار داشت و جانبدار داشت و امروز هم دارد. امروز در دنیا کم نیست طرفداران چنگیزخان و گیتلر و استالین و قذافی و چه رسد به این پرزیدنت هایی که حالا زنده هستند. یعنی دوست داشتن یک ظالم، دوست داشتن یک دیکتاتور، این یک مریضی هست، این در همه جامعه هست. من شما را اینجا نمیگم که دوست ندارید و غمخوار خودتون رو پرستش نکنید. اگر شما هم دست کشیدید باز چند سیدیا پیدا میشد که این کار رو بکنن. این را یک مریضی جامعه میدونن. در علم روانشناسی یک پدیده هست با نام استکهلم، سندروم استکهلمی. این سندروم استکهلمی معناش همین است که این یک تاریخ هم دارد، من نمیخوام وقت شما رو زیاد بگیرم. در استکهلم این شویتین حادثه شده بود که اونایی که گروگان گرفته شدند و ظلم بالاشون شد، در نتیجه طولانی بودن و معاشرت و یک جای بودن با اون گروگان گیرنده و ظالم و با اون جنایتکار، اونها رو دوست داشتن، جنایتکاران رو پرستش کردن و در آخر تبدیل شدن به حمایت کننده ظالمان خود. و این رو در علم روانشناسی میگن که سندروم استکهلم. معنیش همین است که بعضی انسان ها ظالم خود را، تجاوزگر خود را و شکنجه کننده خود را هم دوست می‌دارند. گاه این در سطح افراد می شود و گاه در سطح جامعه می شود. متاسفانه جامعه ما، یک قسم از جامعه ما امروز گرفتار همین مریضی روانی هست با نام سندروم استکهلم. و این تنها جامعه ما نیست، در کشورهای دیکتاتوری این بعضا اکثریت هم می شود. در کره شمالی مردم به خاطر دیدن همون نفری که اونها را ظلم میکند محدود کرده است و نسبت آنها جنایت میکنند، حتی آماده هستند که گریه کنند. فقط یک بار عکس او را در تلویزیون که دیدن همه‌شون شروع میکنن به اشک ریختن. این عیب اون مردم بیچاره نیست، این عیب کسانی است که مردم رو به همین حالت میرسونند که یک انسان، یک نفر به حدی میرسد که ظالم خود را، شکنجه کننده خود را دوست می‌دارد و پرستش میکند. و شما هم که حالا کلمه غمخوار رو گفتید که ما خودمون غمخوار داریم، من میدونم که این غمخوار شما کی است، درباره کی صحبت میکنید و من تقریبا میدونم که خود شما هم گرفتاری کدام مشکلی هستید. اما دوست عزیز، حق ما رو نگیرید، حق 9 میلیون تاجیکستانی رو نگیرید که درباره وطنشون و درباره کشورشون و مشکلات وطنشون صحبت کنند. امروز شما در داخل تاجیکستان هستید، ما در بیرون، فردا ما در داخل تاجیکستان میگردیم و دعا میکنیم که شما همیشه در داخل تاجیکستان باقی بمانید. اما کی میداند بعضا میشود که جاها عوض میشود. در همین تاریخ 10 سال اخیر خودمون دیدیم در چند کشور این حالت رخ داد. مگر در تاجیکستان ما استثناء است؟ استثناء نیست دوستی عزیزان. برای همین ما از باب وطنداری، با حس وطنداری این حرف را میزنیم و دعا میکنیم که پروردگار شما را هم از این مشکلات روانی آسان کنه. خب سلام علیکم محترم. خب اولا سال نو هجری شمسی نوروز با شما و تمام هموطنان تبریک و مبارک میگم. آیا یونسکو برای جشن نوروز مبلغ جدا میکند به کشورهایی که نوروز را جشن میگیرند؟ تاجیکستان و مبلغی که از بودجه دولت برای جشن و ایدها جدا میشود با رازیگی نمایندگان پارلمان صورت میگیرد یا دستگاه پرزیدنت؟
دوستی عزیزم تشکر برای تبریکاتی که کردید. من شما را هم و دیگر هموطنان را بار دیگر تبریک میگم و نیت دارم که در آینده یک صحبت خاص برای همین نوروز، جشن نوروز و مناسبت ما تاجیکان و مسلمان ها نسبت این جشن و دیگر جشن های ملی، دولتی و عیدهای دینی ما صحبت کرده باشم. الان جایش نیست، چون خیلی وقتا میشد که در عرفه این جشن ها، سال نو، جشن نوروز، این بحث ها داغ می شوند. یک گروه این بحث ها را می کشانند به بحث های مذهبی، حرام و حلال و ملی بودن یا دینی بودن که خیلی از ذهن و وقت ما را میگیرد متاسفانه. اما الان جای این نیست. من حتما در یکی از صحبت های بعدی در این موضوع خواهم برگشت. الان تشکر برای تبریک، شما را هم تبریک میگم، اما آشکار میگم که نمیدانم، معلومات ندارم که آیا یونسکو که نوروز رو همچون یک میراث فرهنگی بشریت شناخته است برای برگزاری این جشن پول جدا میکند یا نه. چون که نوروز تنها در تاجیکستان جشن گرفته نمیشود، در کشورهایی که ریشه تمدنی آریایی دارند این جشن گرفته میشود. حتی در کشورهایی هم که ریشه تمدنی آریایی ندارند اما با ما هم فرهنگ شدن، حداقل در بخش نوروز، مثل ترکیه، کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای بالکان مثل آلبانی ها، بوسنیایی ها، اینها هم تا حد جشن میگیرن و ما باید راضی باشیم، خرسند باشیم که این جشن ملی ما تبدیل به یک جشن بشری شد و دیگر نمایندگان دیگر قوم ملت ها این رو جشن میگیرن. اما میدانیم که این مبلغ ها از بودجه دولت جدا میشوند و هر سال با رضایت پارلمان برای چاره‌بینی های خاص فرهنگی یک بودجه پارلمان جدا میکنه با پیشنهاد حکومت و این مبلغ ها از اون حساب گرفته میشوند و در اختیار پرزیدنت هستند. پرزیدنت تاجیکستان از فوند علاهیده خود و از اون فوندی که برای چاره‌بینی های فرهنگی جدا میشود، همچون رئیس حکومت این مبلغ ها رو مدیریت میکند و خرج میکند. من بیشتر از این معلومات ندارم، اما احتمال زیاد این است که از طرف یونسکو اون پول برای نوروز جدا نشده باشد. خب دوستان عزیز، این بود سوالهایی که به ما رسید. حتما باور دارم که دیگر سوالها هم بودند، ولی کارگران در استودیو شاید خسته شدن و شما هم خسته شدن، این سوالها رو دیگر به ما نفرستادن. من بار دیگر با یک که شما تشکر میگم و همه شما رو تبریک میگم به این جشن نوروز و از خداوند منو تمنا دارم که این بحران ها و این مصیبت ها را هر چه زودتر از بالای ملت ما و از بالای بشریت دور کند و تا صحبت های بعدی در پناه خداوند باشد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.